نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه و در ایام حج قرار داریم. همونطوری که میدانید در این روزها در حرمین شریفین از سراسر جهان مسلمانان برای ادای رکن پنجم دین مقدس اسلام حج بیت الله الحرام آمدند و هر سال حرمین شریفین حال و هوای دیگری در این روزها دارد تا پایان موسم حج و همانطوری که همه ما میدانیم حج یکی از ارکان دین مبین اسلام است. بر هر مسلمانی که استطاعت داشته باشد و الله متعال این رو برای او مقدر کرده باشد که بتواند به سفر حج برود، فرض است که برای ادای این رکن به حج برود. الله متعال میفرماید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و حج بیت الله الحرام برای انسانی که استطاعتش رو داشته باشد فرض است. با شروع موسم حج شیاطین انسی هم آغاز به کار میکنن و به خاطر کمرنگ کردن حج، به خاطر زیر سوال بردن حج، به خاطر اینکه مردم را از حج بیت الله الحرام دل سرد بکنن شروع به فعالیت میکنن، چه در رسانه ها چه در سوشل میدیا و هر سال ما شاهد این گونه مسائل هم هستیم. در برنامه امروز میخوایم در مورد این دسته از انسان ها صحبت بکنیم. یک عده خب انسان های بیدین هستن، کفار به اصطلاح شرعی. اینها نه به حج اعتقاد دارن نه به اسلام اعتقاد دارن و دشمنی اینها با حج و با حرمین شریفین برگرفته شده از اعتقاداتشان هست. گروه دیگر کسانی هستند که خودشان را منتسب به اسلام میدانند، مسلمان میدانند. اینها هم به شیوه و روش خودشان با حج و با بیت الله الحرام و با حرمین دشمنی خودشون رو اظهار میکنند که میتوانیم از شیعیان رافضی نام ببریم که دشمنی اینها با حج و با بیت الله الحرام و با حرمین شریفین ریشه در اعتقادات رافضیگری اونها دارد. دسته سوم یک عده‌ای هستن، حالا نمیدونم چی به اینها بگیم، عالم بگیم، دعوتگر بگیم، یعنی با جهل، با سخنان بی منطق و با احساسات و عواطف جاهلی در موسم حج یا در نزدیکی های حج اینها به سخن میان و حرفایی رو میگن که در راستای همان اهداف دشمنان اسلام، کفار و روافض هست. به هر صورت اینها رو انشالله در برنامه امشب معرفی خواهیم کرد و یک کلیپی هم داریم که حدود 2 روز قبل یکی از آخوندهای
رافضی ایرانی کلیپی رو در صفحه شخصی خودش پخش کرد و این کلیپ به سرعت در سوشال میدیا پخش شد و بعضی از رسانه ها هم این کلیپ رو پخش کردند که اظهارات عجیب و غریبی رو در این کلیپ بیان می کند و الحمدلله دیروز اخبارش پخش شد که دستگیر شد و امیدوار هستیم که به جزای اعمالش برسه تا درس عبرتی باشه برای کسان دیگری که همچین نیتی دارن و در حرمین شریفین میرن و در اونجا به مقدسات مسلمان ها توهین میکنن. اول این کلیپ رو ببینیم، بعد در مورد ریشه این اعتقاد اینها هم صحبتی خواهیم داشت و در مورد شخصیت ها و اشخاص دیگری هم صحبت هایی رو انشاءالله پخش خواهیم کرد. این کلیپ رو با هم ببینیم. در محضر رسول خدا هستیم. دعا همه عزیزان دیگه از این به بعد به جایی که لازم باشه بخوان برن آنتالیا میتونن به مکه و مدینه سفر بکنن. کاسبان و قاسبان قبله شرایط خوبی رو، قمارخانه ها، مراکز فحشا، کنسرت های رکیک همه آماده شده و به تنظیمات کارخانه بنی امیه داره برمیگرده. اتفاقی که داره میفته اتفاق طبیعی نیست، الحاد نیست، اراده الحاد است. حتی گول و فریب این رفت آمدهای دیپلماتیک رو نخورید. سختگیری ها وحشتناکه، در حدی که به ظاهرها اجازه اینی که معارف حج رو بفهمند هم نمیدهند اینجا و البته اینا همه بوی ظهور میده، بوی امامت امام قبله میده، بوی صاحب خانه میده. بله، نکات مهمی رو که ایشون در اینجا بیان میکنه، اول اینکه یاد میگه که لازم نیست که دیگه آنتالیا برید، بیایید مکه و مدینه. نمیدونم چه ربطی داشت. من توصیه من به این آخوند دیوس و امثال اینها این است که شما نه آنتالیا برید نه مکه و مدینه برید. شما در همون فاحشه خانه‌های مشهد و قم و شیراز و اصفهان و تهران بگردید، اونجا به اندازه کافی میتونید که خوشگذرانی بکنید. مراکز فحشا، قمارخانه ها در مکه و مدینه. ببینید دوستان عزیز، اولا خب این حرف یک حرف که نشأت گرفته از حقد و کینه این شخص است. فرض کنیم حرمین شریفین حالا مثلا دست حکومتی باشه که در اونجا حتی مراکز فحشا و قمارخانه و این چیزان باشه. آیا این به این معنی است که مسلمانان حج رو ترک بکنن؟ فریضه الهی رو ترک بکنن و این رکن دین مبین اسلام رو انجام ندن؟ آیا این صحبت ها یعنی یک نوع دلسرد کردن مسلمان ها نسبت به حرمین شریفین نیست؟ وانگهی یعنی یک کس دیگری می اومد این حرف رو میزد، حالا می گفتیم که یعنی حالا یک جای تأملی داره، اما این آخوندی که خودش دلال هست، دلال در اصطلاح افغان ها شاید در ایران هم باشه، به کسی میگن که تعدادی زنهای فاحشه رو جمع میکنه و از اونها کسب درآمد میکنه از ورای اونها. پولی رو که مثلا این زنها برای فاحشه‌گری میگیرن از مشتریاشون یک قسمتش رو به این طرف میدن. این آقا کارش همین است، یعنی این خودش مراکز فحشا داره در قم، مراکز فحشا داره در ایران و سر دختران ایرانی به اصطلاح دلالی میکنه و این شخص میاد میگه که والله در اینجا در مکه و مدینه فاحشه خانه هست و قمارخانه است. شاید دیده بگن خب شما چطور این حرف رو میزنید، چطور این تهمت رو میزنید؟ برای اینم دلیل داریم. کلیپ بعدی رو ببینیم.
شما بفرمایید اینجا کجاست، ما رو آوردید؟ اینجا بهش ما میگیم شلتر که پناهگاهی است برای زنان خیابانی و حالت اقامتی داره. از جایی است که خلاصه نظام عقل به خرج داده و اینها رو یه پناه میده و یک ساماندهی داره انجام میده. یعنی یه جاییه که زنان خیابانی همه میان چیکار میکنن اونجا؟ زندگی میکنن، میخوابن، شبا میکنن، شبا هم میخوابن، خب روزا هم کارشون انجام میدن. شبا کارشون انجام میدن، روزا میاد استراحت. عرض به خدمت شما اونجا چیکار میکنید؟ حالا به هر جهت منم الان آقای دلاوری خیلی درست نیست الان اینجا با لباس روحانیت هستم. من خیلی درست نیست اینجا با لباس روحانیت هستن، چون که ایشون شغل شریف دلالی رو میکنن برای این دخترای خیابانی، زنهای خیابانی رو که جمع کردن در اینجا، مسکن دادن و درآمد دارن از ماورای اونها. به اصطلاح دیگه لباس روحانیت اینجا خوب نیست که با این لباس اینجا وایستن. حالا ببینید که چیکار میکنه. باید لباسام در بیارم ان شاء الله لباس مبدلی با عزت من لباسام در میارم. که ایجاد یه همچین پناهگاهی معنیش اینه که دیگه جمهوری اسلامی پذیرفته که این وجود داره دیگه، یعنی یه عمری باش مبارزه میکنه. عاقلانه است، به نظر من عاقلانه است که ما اتفاقا داشته باشیم جاهایی رو که بتونیم کنترل بکنیم. از دوستان تقاضا میکنم که اینجا این طرفتر نیان، چون که اینجا شما اجازه ندارید. شما میخواید برید داخل؟ بله شما اجازه ندارید. فقط ما نامحرمیم. بله شما نامحرمید. شاید شما روحانیت همه جا میتونه بره، اون نوبت ما که میشه اینطوری میشه. ما منتظریم دیگه، برگردید. یا علی. بله دوستان هست. اینی که میاد میگه که مکه و مدینه فاحشه خانه شده و قمارخانه شده، خودش فاحشه خانه داره. حتی ببینید تا سر کوچه میرن و دوربین و خبرنگار بعد از اون حق ندارن که برن جلوتر. برای اینکه بفهمید اینا چیکار کردن، بعد از 40 سال حکومت به نام اسلام، به نام جمهوری اسلامی، وضعیت ملت شریف و نجیب ایران رو به سطحی رسوندن، به حدی رسوندن که دختران خیابانی، یعنی دخترانی که در خیابانها زندگی میکنند، هر شب مجبورن به هر قیمتی که شده برن و در آغوش یک مرد نامحرمی بخوابند. این یک معضله شده برای جمهوری اسلامی. به خاطر همین یک طرحی رو به نام خانه های عفاف اینا داشتن که در مجلس بعداً تصویب شد و یکی از خانه های عفاف نصیب حاجی آقا شد که هم خودش اونجا بره خوشگذرانی بکنه و هم کمیسیونش رو بگیره و هم درآمدی براش بشه. این طرح خانه های عفاف چی است؟ این دخترای خیابانی رو جمع میکنن، در یک آپارتمانی رو کلا کرایه میکنن، بعد اینا رو در اونجا جا میدن و اینها میرن شب یا روز، همونطوری که خود حاجی آقا گفت دیگه، شب و روز میرن کارشون رو انجام میدن. بعد یک سرپناهی باید داشته باشن، یک جایی داشته باشن که برن اونجا بخوابن دیگه. بعد از اینکه خسته شدن میان تو این خونه‌ای که حاجی آقا براشون آماده کرده میخوابن و اون درآمدی که بیچارا روزانه زحمت کشیدن و خلاصه عرق ریختن و درآمدی داشتن، این درآمد رو با حاجی آقا باید نصف بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که یک سرپناهی براشون درست کرده. این زباله، این آشغال، این اومده بود خلاصه که مکه و مدینه تبدیل شده به فاحشه خانه و قمارخانه و اینها. یعنی میگن که کافر همه را به کیش خود پندارد. خب الحمدلله این رو گرفتن و جالب این است که حتی قوه قضاییه بیانیه صادر کرده امروز که قضیه ایشون رو پیگیری میکنه. ببینید دوستان عزیز. متاسفانه خبردار شدیم که شب گذشته یکی از روحانیون کشورمون جناب آقای حجت الاسلام قاسمیان خبر دادن که به اصطلاح بازداشت شدن. حتما از مراجع زیررفت وزارت امور خارجه و نهادهای دیگه باید پیگیری کنیم که وضعیت بازداشت ایشون از نظر ما غیر موجه بوده و غیر قانونی بوده و انشالله که به سرعت ایشون آزاد بشن و مشکلی برای ایشون و سایر عزیزانی که دستن در کار به حساب موضوع سازمان حج هستن پیش نیاد. خب دوستان عزیز، ایشون الان اینجا رفتن و
دستن در کار حجم بودن و کار به جای رسیده که قوه قضایی جمهوری اسلامی میاد بیانیه صادر میکنه که قرار ایشون رو آزاد بکنن. نشون میده که این افکار و این ایدئولوژی منشأش خود این حکومت، خود این دولت است. جالب اینجاست که در مدتی که این شخص در مکه و مدینه بوده، دیدارهایی هم با بعثه حج مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی داشته و با اونها دیدار گفتگو کرده که جالب است که بعد از خبر دستگیری این بعثه‌های حج آیات اعظام هم این تصاویر رو حذف کردن از صفحاتشون، ترسیدن. تشکر میکنیم دوستان عزیز. یکی از کاربرا در اکس توییت جالبی زده، میگه که این فرد که در مکه و کنار خانه خدا مشغول نمایش و بدگویی به آل سعود و بنی امیه است، اگر ذره غیرت واقعی داشت آیا نباید پیشتر درباره رفتار و سبک زندگی زوار عراقی در مشهد هم علائم حیاتی از خود نشان میداد؟ حرف جالبی گفته. دوستان عزیز، ما دوست نداریم وارد این بحثا بشیم. خب میدونیم که مسبب بدبختی در ایران این جماعت منافق آخوندیزم هستند که هرچه فتنه و فساد در ایران و جهان اسلام هست زیر پای این هاست. بعد این میاد میگه که آقا در احرمین شریفین در اونجا چی از مراکز فحشا و قمارخانه است. ببینید، اولا بالفرض حالا اگر در شهرهای دیگری اعمالی رخ میده که منافی اسلام و دین مبین اسلام هست، مخالف با قرآن و سنت هست، اینو بارها گفتیم که مذموم است در هر کشوری باشه، چه در عربستان چه در هر کشوری دیگری باشه و هیچ کس این رو تایید نمیکنه. اما نسبت دادن این اعمال به مکه و مدینه و به حرمین، خب این اهداف پشت پرده است که این آخوندا دارن. منتها گفتیم که کاش یک کسی دیگری این حرف رو میزد، حالا یک جای بحثی داشت، اما کسی که خودش دلالی میکنه در ایران و زنهای فاحشه رو سرپرستی میکنه، از فرای اونها کسب درآمد میکنه، این انسان خودش بیاد و این حرفا رو بزنه، این جای تعجب داره. اما یک سری بزنین دوستان، بعضی تصاویر واضح رو لطفا نشون ندید، تا بعضیش چیز شده، نامرئی شده، اینا رو میتونیم ببینید. در کوچه و بازار قم و مشهد این وضعیت هست. ببینید چند 500 برنامه چی؟ 1.5 جا داری؟ زنان تنفروش به داشتن. تشکر میکنم دوستان عزیز. اینا خودشون ایران رو تبدیل کردن به یک فاحشه خانه بزرگ، بعد میان میگن که در حرمین فاحشه خانه است و قمارخانه است. برنامه چند؟ مکان داری؟ مکانم دارم. آره 1 تومن. 1 تومن؟ آره زیاده. 1 تومن با چقدر؟ اوکی چقدر؟ 3 تومن. که 3 تومن داشتم میرفتم زن میگرفتم، دختر خوب. برنامه چند؟ تشکر میکنم دوستان. 1 تومن. 1 تومن؟ آره زیاد. برنامه 300 ساکشن سر دوتایی با هم بریم 500 گروه. 500 که جات کجاست؟ همین صرافا. بله دوستان عزیز، این وضعیت خیابان‌های قم و مشهد است. نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران هم این وضعیت دختران ایرانی است متاسفانه. من متارکه کردم، یه دونم بچه دارم. بدبختانه تو ایران خانم‌ها طلاق که میگیرن با یه چمدون لباس از خونش در میرن بیرون، از خونه مرد میرن، یعنی همه چی مونه برای مرد. تا اینکه دوستم پیشنهاد داد یه سفر بیایم دبی یا
سفر پرماجرای من به دبی فقط به یک دلیل بود. داستانی از این شهر که زیاد شنیده بودم. زنان روسپی ایرانی که محل کسب و کارشان اینجاست، دبی. شب به دبی رسیدم با نگرانی‌های بسیار، از جمله ممنوعیت پرداختن به سوژه‌ای که در ذهن داشتم و احتمال به خطر افتادن. دایشان مشکل کرده. اما دور زدن این قانون نه چندان این هتل به واسطه دیسکوی طبقه اولش برای بسیاری از ایرانی‌ها آشناست. آن را یک راننده تاکسی وقتی که فهمید ایرانی هستم معرفی کرد. در نگاه اول هتل رستوران و دیسکوی درجه 2 دارد با مشتریانی از ملیت‌های مختلف. اما پس از چند لحظه این سلام برای توریست های ایرانی در دبی معنی خاصی دارد. به این تعبیر می شود که همزبانی آنجاست و این خود می شود سرآغاز ماجرا. کارگرای جنسی که از ایران میان دبی اصولاً کار آسونی نیست به دلایل کاملا واضح، ولی خب موفق شدم به شرط مخفی موندن هویت از یکیشون قول بگیرم که امروز و خداش بیاد اینجا یه همچین برنامه‌ای داشته باشه. محدودیتی که تو ایران هست واقعا بهش فشار اومده، نمیتونه، میخواد اینجا بیاد آزادی داشته باشه و اینا. یکی میبینی نه واقعا قربانی شده، یکی میبینی نه اجباریه. من فکر کنم اصلا دسته اجباریش باشم. بچه بزرگ دیگه خواسته داره، اجاره خونه یه طرف. حالا بماند خیلی سختی رو کشیدم و اینا. میگم تا اینکه دوستم پیشنهاد داد یه سفر بیایم دبی و البته خب خیلی برامون چیز کردن، تعریف و توصیف کردن و به قول در واقع سبز اول نشون دادن و اومدیم دیدیم نه اون خبرام نیست. اما خب بازم چجوری بگم نه. خب تشکر میکنم دوستان عزیز. اگر دوستانی میخوان ببینن این رو کامل، قصه زنان روسپی ایرانی در دبی، میتونید این مستند رو برید ببینید و توصیه میکنم که آجی آقا حالا اگر خدا خواست و آزاد شد و برگشت ایران، به جای اینکه بره به مکه و مدینه بپردازه، بره به فاحشه‌خانه های زنهای روسپی ایرانی در خارج از ایران، در اروپا، در آمریکا، در تایلند، در دبی، در اینجا هم یک سری بزنه که مسبب اصلی بدبختی زنان ایرانی همین جماعت کثیف آخوندی هستن. حالا یک سری بزنیم به اخبار. میگه که سن تنفروشی در جمهوری اسلامی به 12 سال تقلیل یافته است. یعنی دختر 12 ساله تنفروشی میکنه. روزنامه حکومتی سرمایه شکوفه آذر: همکنون در ایران چند نهاد به طور همزمان و کاملا متناقض با پدیده اجتماعی زنان خیابانی فعالیت میکنن. همزمان یک شمایین آجاقاست. همزمان با اینکه نیروی انتظامی با روش‌های قهری و تنبیهی با این نوع زنان و حتی زنانی که اصطلاحاً صرفاً بدحجاب هستند برخورد می‌کند، بیزیسی در برخورد علمی و در قالب اجرای طرح‌ها سعی دارد چتر بهداشتی و روانی برای آنها فراهم کند. از سوی دیگر نهادهای مدنی مستقل که البته دولت نهم به آنجا مختلف نشان داده علاقه به فعالیت آنها ندارد و به روش‌های علمی، جامعه شناختی و روانشناختی تلاش می‌کنند با برگزاری سمینارها و انتشار مقالات و انجام تحقیقات اجتماعی ضمن یک درک ریشه و عوامل شکل‌گیری و رواج زنان خیابانی نشان دهنده پدیده‌های اجتماعی مانند فقر، بحران‌های خانوادگی، فقر فرهنگی، بی‌توجهی دولت به سیستم آموزشی مناسب و غیره. هیچ آمار رسمی در مورد زنان خیابانی، مکان اسکان آنها و غیره وجود ندارد، اما آمارهای غیر رسمی نشانگر آن است که شمار این افراد رو به گسترش است و طبق آخرین تحقیقی که در رسانه‌های رسمی مانند خبرگزاری ایلنا منتشر شده، سن روسپیگری در ایران به 12 سال تقلیل یافته است. شما تصور بکنید. امان الله قرایی مقدم جامعه شناس در این باره گفته است در بررسی که در خصوص گروه سنی زنان خیابانی انجام شد، از بین 6053 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، دختران بین 12 تا 25 سال بیشترین تعداد را تشکیل می‌دادند. او همچنین در سال 1385 گفته است دست کم 300,000 زن خیابانی در تهران زندگی می‌کنند. من نمیدونم که این آخوند کثیف این چیزها رو میشنیده، دیده، خبر داره یا نه. اینا مشغول کار خودشون هستن.
خب خبر دیگری هم هست که اینم دوستان میتونن نشون بدن. من سعی کردم از وبسایت های رسمی معروف در اونجا بیارم. چرا سن تنفروشی به 12 سال رسیده. روسپیا فدایی جامعه شدن. بچهای خانواده آسیب دیده بیگناهان محکوم مادام العمر هستند. این روزها در کنار همه خبرهای گوناگون که اذهان را به خود مشغول می‌کند، خبر کاهش سن تنفروشی دختران در کشور به 12 سال نیز یکی از اخبار نگران کننده است. تشکر می‌کنم دوستان عزیز. قبلا یعنی تقریبا میشه گفت که 9 سال پیش سن روسپیگری در ایران به 16 سال رسیده بود. الان پیشرفت کردن به 12 سال رسیده. این خبر قدیمی است. تشکر دوستان عزیز. یعنی یکی از عوامل، خود طبیعتاً یکی از این عوامل میتونه فقر باشه که در اینجا در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیشون از جمعیت 80 میلیون نفر ایران در سال 1395 بیش از 13 میلیون و 300 هزار نفر در وضعیت فقر مطلق قرار داشتند. چیزی نزدیک به 17% جمعیت ایران. ببینید دوستان عزیز، این وضعیت اجتماعی و فاحشه‌گری در ایران هست. بعد این آخوند میاد میگه که در مکه و مدینه فاحشه‌خانه هاست و قمارخانه هاست. تشکر میکنم از دوستان عزیز. اما آیا فقط دشمنی با بیت الله الحرام، با مکه مکرمه، با حرمین در همین سخنان این آجاها خلاصه میشه؟ آیا فقط ایشون هستن که این حرفا رو میزنن یا نه؟ این مسئله برمیگرده به ایدئولوژی مذهبی که آخوندهای رافضی دارند. بیاید یک سری بزنیم به کتاب‌های اینها. یک نقطه جالبی رو که ایشون اشاره کرد این بود که بوی ظهور صاحب خانه داره میاد. بوی ظهور داره میاد یعنی چی؟ یعنی از این وضعیتی که در اونجا اتفاق افتاده، بوی، من نمیدونم حالا چه ربطی داره بوی قمارخانه و فاحشه‌خانه با امام زمان. قراره که امام زمان نمیدونم از فاحشه‌خانه ظهور بکنه، از قمارخانه ظهور بکنه، الله اعلم. البته اینها دارن اینکه ملت ایران رو به فحشا کشوندن، به فساد کشوندن، اینها همه برای چی است؟ برای اینکه امام زمان زودتر ظهور بکنه. ببینیم که امام زمان کی بیاد با مکه و مدینه، با کعبه، با مسجد الحرام چی کار میکنه. یک سری بزنیم به امام زمان، چون این حرف ها ریشه در اعتقادات مذهبی اینها داره. دوستان عزیز، این کتاب است از کتب معروف اینها. کتاب الغیبه است از ابو جعفر طوسی در صفحه 282. در اینجا میگه که از عبدالرحمن از ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله امام جعفر صادق قال القائم یهدم مسجد الحرام. قائم میاد مسجد الحرام رو خراب میکنه حتی یرده الی اساسه، تا او رو برگردونه به اساسش. بعض اینو که بخونید چی میگن؟ میگن نه، منظور این است که در همون حدیثی که حالا اهل سنت هم دارن، کعبه رو میخواد بر همون شکل اصلی و اساسی که ابراهیم علیه السلام بنا کرده بود بنا بکنه. در حالی که این دروغ است. این رو الان خدمتتون نشون خواهم داد که نه، میخوان کعبه رو کلا از اینجا بکنن، از مکه کلا کعبه رو بکنن. و مسجد الحرام الی اساسی، مسجد الحرام هم خراب میکنه، به جای اصلیش برمیگردونه. و یرد البیت الی موضع، و خانه را به جای اصلیش برمیگرداند. و چیا دروغ میگن به اهل سنت و مسلمانان؟ میگن نه، منظور این است که میخواد خانه رو بر همون اساسی که ابراهیم علیه السلام بنا کرده بود بنا بکنه. و اقامه علی اساسی، بر اساسش بنا میکنه. و قطع عید بنی شیبه السراق و علق علی کعبه، دستان بنی شیبه که به اصطلاح کلیدداران کعبه هستن تا هنوز هم، دستای اونها را قطع میکنه و بر دیوار کعبه آویزان میکنه. حالا شما دیگه این امام زمان رو اسمش هر چی دوست دارید بگذارید. تشکر میکنم دوستان عزیز. این روایت دیگری رو که خدمتتون نشون میدم از کتاب بهارالانوار از دوستان اگر نشون بدن، این بهارالانوارشون هست در مورد
باب 28 در مورد علاماتی که در وقت ظهور امام زمان صورت میگیره. میگه که در صفحه 10 در همین باب مفضل میپرسه که ای امام با کعبه چی کار میکنه مهدی که میاد؟ میگه که ينقضه فلا يدع منه الا القواعد التي هي اول بيت وضع للناس ببکه في عهد آدم. چون خراب میکنه که فقط همون اساسی که در زمان حضرت آدم بوده همون رو میگذاره. بعد در کمی پایینتر در پاراگراف بعدی میگه یا سیدی فین تکون دار المهدی، خانه مهدی کجاست، مقرش، پایگاهش کجاست، و مجتمع المؤمنین، اون جایی که به اصطلاح مؤمنین در اونجا جمع میشن. قال دار ملکه الکوفه، دار ملکه کوفه، پایتختش کجاست؟ دار ملکه کوفه، یعنی پایتختش کوفه خواهد بود. و مجلس حکمه جامعها، مجلس حکمش یا جایی که در اونجا به اصطلاح احکام صادر میکنه مسجد جامع کوفه است. و بیت ماله و مقسم غنائم المسلمین مسجد سهله است. مسجد سهله رو در به اصطلاح جایی که غنیمت ها رو در اونجا تقسیم میکنه. ما آوازه خلواتی از زکوات الویز من الغریین. حالا اینا رو خود آخوندا بیان بگن که این چی هست. در صورت این کارهایی است که آقا امام زمان وقتی تشریف آوردن انجام میدن. تشکر میکنم دوستان عزیز. یکی از کارهای دیگری که ایشون انجام میده در کتاب ارشاد شیخ مفید هم هست. دوستان این صفحه رو نشون بدن. ارشاد شیخ مفید در اینجا یکی از اعمالی که اذا قام القائم علیه السلام سار الی کوفه، میره به کوفه، میاد مساجد رو فلم یبقى مسجد علی وجه الارض له شرف الا هدمها، هیچ مسجدی در روی زمین که شرفه داشته باشه نمیگذاره مگر اون که اون رو خراب میکنه. بعد از اون میاد خلاصه در هر جایی که میره این امام زمان چیکار میکنه؟ مساجد رو نابود میکنه و خراب میکنه. تشکر میکنم دوستان عزیز. در وسایل شیعه هم همین روایت هست. وسایل شیعه دوستان عزیز اینجا مساجد رو خراب میکنه امام زمان. تشکر میکنم دوستان عزیز. در حدائق ناظره یکی از کتاب های اینا از یوسف بهرانی، این رو هم در اینجا در صفحه جلد 7 صفحه 281 میگه که مساجد رو امام زمان چیکار میکنه؟ خراب میکنه. تشکر دوستان عزیز. من سریع رد میشم از این چیزا چون زیاد هست. اینم در بهارالانوار دوستان عزیز علامه مجلسیشون این کتاب رو نوشته. مسجد الحرام رو خراب میکنه. بعد از اون 500 نفر از قریش رو میاره، گردنشان رو میزنه. وقتی که امام زمان بیاد با امر جدید میاد، یعنی با دین جدید میاد. و حکم بین الناس به حکم داوود، در بین مردم به حکم داوود. یعنی چی؟ به حکم اسرائیل، همین اسرائیلی که امروز هست در فلسطین اشغالی. به حکم اینها حکم میکنه، به قانون اینها حکم میکنه. مساجد که در روی زمین هست اینها رو خراب میکنه و برای مردم خیمه میگذاره و در اونجا مردم رو قرآن جدید یاد میدن. و چیکار میکنه؟ خیمه هایی میزنه که برای مردم قرآن جدید رو یاد بدن. چرا؟ دوستان عزیز اینو دقت بکنید، خیلی جالبه. فضرب فساطیط لمن یعلم الناس بالقرآن، یعلم الناس القرآن. خیمه‌ای میزنه که مردم رو قرآن یاد بده. حالا چرا؟ علی ما انزل الله جل جلاله، همان گونه که الله نازل کرده. فصعب ما يكون على من حفظه اليوم لانه يخالف في التألیف. فقاریایی که امروز قاری قرآن هستند بر اینا خیلی سخت میشه در اون زمان قرآن رو حفظ کردن. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن همان گونه که در اصل تألیف شده همان گونه برای مردم تعلیم داده می شود. یعنی چی؟ یعنی قرآن جدید میاره. بله. در صفحه 426 جلد
52 هم در روایت 139 همین مسئله هست. در اینجا امیرالمومنین از علی میگه که اننی انظر الی شیعتنا به مسجد کوفه، دارم انگار میبینم شیعیان رو در مسجد کوفه قد ضربوا فساطیط یعلمون الناس القرآن کما انزل، خیمه زدن مردم رو قرآن یاد میدن همون گونه که نازل شده است. و اما این قائمنا اذا قام و کسر و سوا قبلته، وقتی که امام زمان بیاد و این قبله کسر رو بشکنه و قبله خودش رو درست بکنه. همینطور قدم قدم میریم تا که به اصل مطلب شما رو برسونم دوستان عزیز که اینها اصل اعتقادشون چی هست. امام زمان که میاد دوستان عزیز در بهارالانوار، اینم صفحه بعدش جلد 52، اینجا میاد میگه که وقتی که در حدیث 200 وقتی که امام بیاد چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه امام زمان که اومد، یخرج هذین رطبین غضین فیحرقهما و یزریهما فی الریح، میاد این دو نفر یعنی ابوبکر و عمر رو از مسجد پیامبر در میاره در حالی که جسدشون تازه است، اینها رو آتیش میزنه و خاکسترش هم به باد میده و یکسر المسجد و مسجد رو هم خراب میکنه. بعد در روایت بعدی بعد میگه که امام وقتی که امام زمان آمد و خلاصه حکومتش قائم شد چیکار میکنه؟ صفحه بعد دیواری که بر روی قبر است اون رو میشکنه، بعد رعد و برق میشه و باد میشه و خاکباد میشه و طوفان میشه. بعد از اون میدونید جسد ابوبکر و عمر رو از اونجا در میارن. بعد در روایت 204 چی میگه؟ وقتی که امام زمان میاد اهل مدینه رو چنان قتل عام میکنه که یعنی از شهر شروع میکنه تا اطراف شهر. بعد از اون یک به اصطلاح قحط سالی خیلی شدیدی هم در اونجا رخ میده. خب دیگه همه مردم رو که بکشه دیگه طبیعتا قحط سالی رخ میده. یعنی دوستان عزیز این از جنایات امام زمان این هاست که این دلال آخوند اونجا بوی ظهور رو در اونجا احساس کرده. بعد میاد چیکار میکنه؟ یک مسجدی در کوفه درست میکنه، در کتاب الارشادشون از شیخ مفید و در کتاب‌های دیگری هم هست این مطلب. در اونجا یک مسجدی درست میکنه که ببینید سمعت عبدالله علیه السلام اذا قام القائم علیه السلام بنی فی ظهر کوفه مسجدا له 1000 باب و اتصلت بیوت اهل کوفه به نهر کربلا. میگه در اونجا یک مسجدی درست میکنه که 1000 تا در داره. امام زمان یک مسجدی در کوفه درست میکنه که 1000 تا در داره. این روایت دیگری که در کتاب الوافی است از فیض کاشانی، این خیلی جالب است دوستان دقت بکنن. کتاب وافی جزء 8 چاپ خود ایران هم هست. در روایت 14502 روایت طولانی است، از امیرالمومنین روایت میکنه. بعد از اون میگه که ولا تذهب الایام واللیالی، شب و روز نمیگذره تا اینکه ینصب الحجر الاسود فیه. در کوفه میاد چیکار میکنه؟ در کوفه یک مسجدی رو درست میکنه، مسجد کوفه رو. یا اهل کوفه لقد حباکم الله عز وجل، ای اهل کوفه. خطبه است که به حضرت علی نسبت میدن. خدا شما رو دوست داره و شما این مسجد شما مصلاکم بیت آدم، مصلای شما بیت آدم است. در حالی که همه مسلمان اعتقاد داریم که حضرت آدم و حوا در مکه با هم دیگه ملاقات کردن. و بیت نوح و بیت ادریس و مصلا ابراهیم الخلیل، مصلا ابراهیم خلیل که به مسجد الحرام است، مسجد الحرام ایشون چیز کرده. و مصلا اخی خضر علیه السلام، خضر علیه السلام در اینجا نماز خونده. و این مسجدکم هذا احد الاربع مساجد التي اختار الله تعالی لاهلها، این مسجد شما یکی از 4 مسجد خداوند رو انتخاب کرده. بعد میگه روزی میاد که حجر الاسود ینصب الحجر الاسود فیه، میگه که روزی میشه که حجر الاسود رو در مسجد کوفه نصب میکنن. ولا یاتین علیه زمان یکون مصلی المهدی، روزی میرسه که اینجا مسجد مهدی خواهد بود. من ولدی و مصلی کل مؤمن ولا یبقى علی الارض مؤمن الا کان به او حن قلبه الی، و در روی زمین مؤمنی نخواهد ماند مگر اینکه
شوق زیارت مسجد کوفه را خواهد داشت. فلا تهجروه و تقربوا، این رو ترک نکنید و به این نزدیکی بکنید. صفحه بعد اواجتون رو بخوانید به صلات فیه و ارغب الیه و قضای حوایجکم فلو یعلم الناس ما فیه من برکه لاعطوه من اقطار الارض ولو حبوه علی الثلج. میگه که اگر مردم از قضای حاجتتان را از این مسجد بخواهید و اگر مردم میدانستند که در این مسجد چه برکتی وجود داشت از همه کره زمین، ولو اینکه 4 دست و پا به طرف 4 دست و پا روی یخ روی برف به طرف این مسجد می آمدن. پس دوستان معنی که حجر الاسود رو در اونجا نصب میکنن این است که کعبه رو امام زمان در روایات قبلی خدمتتون نشون دادم خراب میکنه و حجر الاسود رو میکنه. همون کاری که قرمطی‌ها کردن که حجر الاسود رو کندن و بردن در احسا. آقا امام زمان میاد و خلاصه کعبه رو خراب میکنه و سنگ حجر الاسود هم انتقال میده به مسجد کوفه و مردم از همه طرف میان برای زیارت مسجد کوفه، به این معنی که حج و بیت الله الحرام و همه چیز انتقال میکنه به کجا؟ به کوفه. این اعتقاد این هاست. حالا شاید بعضی از شما بگید بابا این همه میلیون ها نفر انسان از ایران شیعیان میرن حج، اینا اعتقاد ندارن به مسجد الحرام؟ بله اعتقاد ندارن. عده‌ای از عوام شیعه اعتقاد دارن، مسجد الحرام رو هم دوست دارن، کعبه رو هم دوست دارن، به طرف کعبه نماز میخونن. اینا از اصل قضیه خبر ندارن. اما اصل و اساس دین آخوندهای رافضی این است که اصل اینجا نیست، اصل کوفه هست. و چرا میرن؟ باور کنید که اگر از قبور ائمه اهل بیت در بقیع نمی بود یکی از اینها برای حج نمی رفتن. هدف اینا از رفتن حج عمره فقط زیارت بقیع است. بقیه به حج براشون هیچ معنی نداره. یک سری شلوغکاری رو شاید در حج بکنن. خب الان مثلا به طور مثال شما در این کتاب دقت بکنید، کتاب صراط النجات هست، شیخ جواد تبریزی در اینجا در سوال 398 چی میگه؟ کسی پرسیده موسم حج بیاد، در همون وقت اخراج خمس هم بیاد، اگر خمسش رو در بیاره مالش کم میشه نمیتونه حج بره، پس این انسان چی کار بکنه؟ خمس بده یا حج بره؟ آقای خویی در جواب چی میگه؟ اول خمسش رو بده، بعد از اون اگر استطاعتش رو داشت و حج براش واجب شد بره حج، و الا حج براش واجب نیست. المهم پولتو با آخوند بده، ناموستو در اختیار آخوند قرار بده، پول با آخوند بده، خمس بهش بده. حج مهم نیست، حج ولش کن، المهم پول رو باید با آخوند بده. خمسی که در اسلام خمس بر مسلمان ها واجب نیست، خمس از غنایم جنگی است. مثلا مجاهدین میرن در یک جای غنیمتی رو میارن، 20% برای الله و رسولش هست که در راه مثل یک چیز مثل بودجه دولت هست، مثل یک چیز مثل خزانه دولت هست. آقای خویی میگه نه، شما خمس بده، حج بر تو واجب نیست، لازم نیست که حج بری، المهم خمس تو بده، چون که جیب آخوند نباید خالی بشه. تشکر میکنم دوستان. مثلا در این روایت ها خدمت شما نشون بدم، در کامل زیارات صفحه 450 میگه که در روایت 677 خلق الله تبارک و تعالی ارض کربلا قبل ان یخلق الکعبه ب24,000 عام. میگه خداوند کربلا رو قبل از اینکه کعبه رو خلق بکنه به 24,000 سال قبل آفرید. و قدسها و بارک علیها، این رو مقدس قرار داد، به اون برکت داد. فما زالت قبل خلق الله الخلق المقدسة المباركة ولا تزال كذلك حتى يجعل الله افضل ارض في الجنه. و این رو خداوند 24,000 سال پیش قبل از مکه خلق کرد. تشکر میکنم دوستان عزیز. کتاب بعدی در جلد 2 کتاب الانوار النعمانیه سید نعمت الله جزایری، در اینجا در صفحه 85 میگه که ان بقاء الارض تفاخرت ففخرت الكعبه على بقعه کربلا. میگه که کربلا خلاصه کعبه افتخار کرد به عظمتش، به بزرگیش، به پاکیش، بیت الله هست. فاوحى الله عز وجل الیها ان اسکتی، خداوند وحی کرد به کعبه که خفه شو ای کعبه، لا تفخری علی کربلا، بر کربلا فخر نکن.
فانها بقعه مبارکه، کربلا بقعه مبارکی است. در کتاب اصول 16 در صفحه 140 در اینجا هم همین روایت است که کربلا بر کعبه چی داره؟ عظمت و برتری داره. تشکر میکنم دوستان عزیز. خلق الله الارض کربلا قبل ان يخلق الارض الكعبه ب 24000 24000 سال پیش از کعبه کربلا خلق شده. در اینجا هم در صفحه 328 کتاب المزار الکبیر در اینجا چی میگه؟ اتخذ الله ارض کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یخلق الارض کعبه. خداوند سرزمین کربلا را حرم قرار داد، مبارک قرار داد، آمن قرار داد قبل از اینکه کعبه رو بیافریند. به چند سال؟ 24000 سال پیش. دوستان عزیز، هر چه بخواهید از کتاب ها اینا از این خزعبلات شما میتونید پیدا بکنید. تشکر میکنم دوستان عزیز. این در مورد کربلا. روایت دیگر در کتاب کامل الزیارات هست. در صفحه 450 میگه ان از کعبه قالت، سرزمین کعبه گفت من مثلی و قد بنی بیت الله علی ظهری، کیست مانند من، خانه خدا بر پشت من آباد شده است. و یأتینی الناس من کل فج عمیق، مردم برای حج من میآیند. و جعلت حرم الله و جعلت حرم الله و امنه فاوحى الله الیها. مکه داشت افتخار میکرد من سرزمین امن الهی هستم و مردم برای حج میان، من خانه خدا در اینجاست و فلان از این حرفا. بعد از اون خداوند وحی کرد الیها کفی و قری فوعزتی و جلالی، خفه شو، خاموش شو، ساکت شو، قسم به عزت و جلالم، ما فضلت به فيما اعطيت به ارض کربلا الا بمنزله ابره غمست في البحر. این منزلاتی که تو در مورد خود ذکر میکنی در مقابل فضیلت کربلا مانند این است که تو سوزنی را در آب بحر به اصطلاح غوطه‌ور بکنی. چقدر خیس میشه. این فضیلت کعبه در مقابل کربلا انقدر هست. ولولا تربت کربلا ما فضلتک، اگر خاک کربلا نبود تو را اصلا فضیلت نمیدادم. ولولا ما تضمنت ارض کربلا ما خلقتک، اگر آنچه که در وسط سرزمین کربلا بود اگر اون نمی بود تو را اصلا پیدا نمی کردم. ولا خلقت البيت الذي افتخرت به، و اون خانه ای رو که تو بهش افتخار میکنی اون رو هم خلق نمی کردم اگر کربلا نبود. فقری و استقری و کونی دنیئا، ای خفه شو، ساکت شو، کعبه، خار و ذلیل باش، متواضعا ذلیلا مهینا، خار باش، ذلیل باش، غیر مستنکف ولا مستکبر لارض کربلا، در مقابل سرزمین کربلا تو تکبر نکن. و الا سخطت بکی و حویت بکی فی نار جهنم، و الا تو را در زمین فرو میبرم و تو را ای کعبه در آتش جهنم می اندازم. این آخوند دلال دیوز از این جامعه رافضه‌گری به پا خواسته، از بین این کتاب‌های گندیده کثیف به پا خواسته که این گونه حرف‌ها رو میزنه در اونجا. همین حرف در کتاب دیگری در بهارالانوار هست. دقیقاً همون حرفا، خفه شو ای کعبه، افتخار نکن بر کربلا که کربلا سرزمین مقدسی است الی آخری. در اونجا موسی بوده و عیسی بوده و در اونجا سر حسین است و در اونجا مریم غسل داده شده، در اونجا ولادت کرده، در اونجا پیامبر عروج کرده. ببینید و انها خیر بقعه عرج رسول الله صلی الله علیه و سلم منها وقت غیبته، پیامبر از اونجا عروج کرده. ولیکن لشیعتنا فیها خیرة الی ظهور، به اصطلاح جای خیلی مبارکی زمان ظهور امام زمان خواهد بود در اونجا. تشکر میکنم دوستان. شما دوستان تصور بکنید این فکر
اینها است در مورد کربلا. یکی دیگر از آخوندهای گندیده اینا رو ببینید چی میگه. مشهد کجاست و اون سرزمین چه زمینیه؟ اون مطلبی که می شود گفت اینه که هر وقت شما با اون حرم مشرف بشید بدون تردید زیارت شخص خاتم النبیین امام هشتم هم چه مقامی داره؟ اونی که عقل هر فقیهی را متحیر میکنه این روایت صحیح السند، روایتی که سندش فقاهتی داره و فقیهی مثل شیخ انصاری بر طبق این سند فتوا میده. امام نهم فرمود کسی که زیارت کند پدرم را در طوس خدا به یک زیارت ثواب 1000 حج بیت الله را در نامه عملش می‌نویسه. ما نمیدانیم امام هشتم کیه. بله. یک بار برو مشهد مانند این که 1000 تا حج کردی. ببین چطور تبلیغ میکنن برای بتکده های خودشون، چطور مردم رو تشویق میکنن به طرف بتکده های خودشون. این یکی رو ببینید. والله العظیم کربلای حسین همه کار عالم است. والله العظیم کربلای حسین همه کار عالم است. حسین و کربلاش همه کار عالم است. دوستان این کلیپ رو اگر من بتونم شکل دیگری بازش بکنم. والله العظیم کربلای حسین همه کار یک لحظه برنامه دیگر این رو باز بکنم که ببینیمش. والله العظیم کربلای حسین والله العظیم کربلای حسین همه کار عالم است. حسین و کربلاش همه کار عالم است. ها یا اهل العالم، یا اهل العالم، آینده دنیا در اختیار مکتب اهل بیت است، بخواهید یا نخواهید. آینده عالم در دست با کفایت مهدی این اهل بیت و این قرآن و مذهب حق تشیع است. یه فکری بکنید مال خودتون. آینده دنیا در دست اهل بیت است. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این طویله‌ای که این آخونده از اونجا بیرون آمدن همین کتاب هایی که خدمتتون نشون دادم و این عقل و منطق این هست. آی سرزمین کعبه تواضع کن در مقابل کربلا، آروم بگیر، دنبال رو به کربلا باش، تابع کربلا باش، تکبر ممنوع در مقابل کربلا، استنکار فضیلت کربلا ممنوع. آهای سرزمین کعبه، اگر در مقابل کربلا تواضع نکنی بر تو غضب میکنم و تو سرزمین کعبه را به آتش جهنم میافتی. اونجا کتاب بود، این صدا و تصویرشون. وقتی که ما میگیم اینا اعتقادی به کعبه ندارن، اعتقادی به بیت الله الحرام ندارند، بدون دلیل نیست. شاید بعضی بگن مثلا بعضی از کتاب اینا بعضی مطالب رو کشف اینا تا کتاب ها اومده الان اعتقاد ندارند اینا فلان. نه، برنامه جدید است در کانال امام حسین و همون چیز. البته
اون قسمتی که خار بشو ذلیل شو فلان شو اون روشو نمیگه، اونو ترجمه نمیکنه. بیست و 24,000 سال قبل از این که سرزمین کعبه رو بیافریند کربلا را آفرید و قدسها و بارک علیها. سرزمین کربلا را تقدیس کرد، مبارکش کرد، برکت بهش داد. فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مبارکه. قبل از این که خدا خلق را خلق کند سرزمین کربلا به اعتبار آیندهش از اول مقدس و مبارک بود. ولا تزال کذالک حتی یجعلها الله افضل ارض فی الجنه. وقت جالب این قطع سرزمین کربلا رو از دنیا در میارن، منتقلش میکنن به بهشت. بالا شهر بهشت را سرزمین کربلا قرار میدن. شیکترین، خوش به حال ما کربلا، بهترین و افضل منزل و مسکن یسکن الله فیه اولیاءه الجنه. خدا بهترین سرزمین در بهشت قرارش میده، اون سرزمینی که فقط اولیا، خاصان، مخصوصان، انبیاء اعظام، اونم نه همه انبیاء، انبیاء اولوالعزم، ائمه، بزرگان عالمتون. خلاصه بالا شهر کربلا زیباترین، خوش آب و هواترین، بهترین، مقدسترین، نورانی ترین، با فضیلت ترین، قدیسی ترین، آسمانی ترین، خدایی ترین سرزمین بهشت. متوجه شد دوستان عزیز؟ یعنی دشمنی با مکه و مدینه در نهاد اینها هست که متاسفانه دوستان عزیز این وثیقه را اگر نشون بدن، ببینید در اینجا در الانوار نعمانی جلد 2 صفحه 85 میگه که مکه در مقابل کربلا خار و ذلیل است و کربلا برتر از مکه است. تشکر میکنم دوستان. این اعتقادات دینی این هاست که متاسفانه خیلی از اهل سنت از این خباثت درونی این مکتب و این دین رافضه‌گری آگاه نیستند و همونطوری که گفتم تعدادی از اهل سنت هم متاسفانه از بس که کلیپ های ناخوندا رو میبینن، برنامه اینا رو میبینن، اینها هم متأثر شدن. یکی از اینها که متاسفانه از کلیپش حتی دشمنان اسلام هم سوء استفاده میکنن، این رو با هم ببینیم. بدور کعبه کار چیز به دل در این ماه رمضان. دورت بدون کعبه را خودت پیدا کو، جستجو کو، از امکان کوچه تو بخین ابرایی. اگر کعبه را ندیدی یا باید کعبه را نشان بدی. کوچه بیری $3000 مصرف بگیری، جا گوجات مصرف کن. اما تو راست مالست. کوچه $3000 مصرف بگیری، دیگه یک گوجات فقط تو رو بگیری، دیگه تو زاراب شدی. کعبه را وقت نشان بده. بدور کعبه کارت چیز به دل. اگر فهمیده ای دل خانه ای کیست؟ اگر فهمیده ای دل خانه ای کیست؟ به یک دل گرفتن مبالغه میره نمیکنم. سر احساساتم نیستم. بعد روشم تا آرام کشم و گپ میزنم. دل یک مسکین شاد بگردان. برو برای یتیم بیچاره لباس بگی، بود برش بگی. ده حج قبول نشد انشاءالله. اما ایمانی که با پروردگار ما و شما داریم، با اون کشف کم بیشی که دین ما خوندیم، یک کم بیش. عزیز نمیخوام حالا کلیپ کامل ایشون رو بگذارم، گرچه من رفتم برنامه کاملش رو دیدم. منظورش از این که به حج نرید، به عمره نرید، حج فرضی نیست. میگه گرچه من یک
رأی خاص خودم رو دارم که رأی خاص خودش هم این است حتما که نرید، اصلا به حج فرضی هم نروید. متاسفانه یک مشکلی در فهم دارن این واعظین که هستن، خطبا متاسفانه در مساجد، وقتی علم شرعی نباشه، علم دین نباشه، مرجعش میشه بیدل، مرجعش میشه مثنوی، مرجعش میشه حافظ شیرازی، مرجعش میشه سعدی، مرجعش میشه فردوسی. مرجع ما قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه تو برو یک مسکین رو غذا بده، ثواب 10 تا حج رو بگیر. دوستان عزیز، گاهی اوقات اصلا سوراخ دعا رو گم کردن اینها. امروز در دنیا این همه اسراف و این همه ولخرجی هایی که صورت بگیره به عناوین مختلف، شاید 1% خرچی که 3-4 میلیون نفر در مکه میکنن در موقع حج هم نباشه. یعنی این همه خرچ و مصرفی که مثلا 3-4 میلیون حاجی اگر در مکه بکنن، 1% اون اسراف و به اصطلاح خرچ و مصرفی که در بعضی از مراسم های دیگر در این دنیا صورت میگیره نمیشه. اما اینها زوم کردن سر کعبه، زوم کردن سر حج، زوم کردن سر حرمین شریفین. چرا؟ تو چی دشمنی داری با مکه و مدینه؟ چه دشمنی داری با رکن 5 اسلام، با حج بیت الله الحرام؟ چه دشمنی داری؟ من امروز در این روزها دیدید که آقا اینها میان گوسفندهای زیادی رو در اونجا میکشن، اینا میان در اونجا پول خرج میکنن، پولشون رو مثلا با آل سعود میدن و پولشون رو به عربا میدن و پولش فلان میدن، یک قسمت قضیه رو قومی میکنن که انه اینها عرب هستن و خلاصه ما داریم به اینها پول میدیم، اینا از پول ما اینا ثروتمند شدن، در حالی که این پولی که حجاج در اونجا میبرن شاید معادل 1 روز 2 روز صادرات نفت عربستان سعودی هم نشه. از این باب احساسات مردم رو تحریک میکنن. بعد از اون که به فقرا کمک کنید، به مستمندان کمک بکنید، به اینا. آقای واعظ، آقای خطیب، جناب مولوی صاحب، به جای اینکه بیای این حرفا رو بزنی، مردم رو نسبت به حرمین شریفین دل سرد بکنی، به در مورد اهمیت زکات صحبت بکن. امروز اگر یکی از تجار افغانستان، یکی از تجارش، همچنین در ایران یکیشون بیاد زکاتش رو در افغانستان خرج بکنه، باور به خدا بکنید برای 1 سال برای همه فقرای افغانستان کافی است. همین آقای عزیزی، تاجر معروف افغانی، صاحب کامیر و برج عزیزی در دبی، تنها به یک مؤسسه خیریه 800 و چند میلیون دلار کمک کرد. یک مؤسسه خیریه بود، مبارزه با سرطان نمیدونم فلان در دبی. شما فکر بکنید اگر ایشون فقط زکات مالش رو در افغانستان خرج بکنه، در افغانستان فقیری نخواهد بود. بقیه تجار رو بگذارید کنار. و مثل ایشان 10 صدها هزارها ما داریم در افغانستان، در ایران همچنان، در تاجیکستان، در بقیه کشورها. چرا مردم رو به زکات تشویق نمی کنید؟ یک رکن دیگری از ارکان اسلام هست. پایشون رو لچ کردن برای چی؟ برای مردم رو دلسرد کردن از مکه و از حج و از فلان. یا مرض دارن، یا جهل دارن، یا متاثر شدن از این فرهنگ آخوندیزم ایران. چرا باید این گونه باشن؟ من همینطور سرچ کوتاه کردم، باور کنید 5 دقیقه وقت گذاشتم در شب کریسمس، در یک شب، در شب کریسمس تقریبا، یعنی شاید میگه که صدها میلیارد بیشتر از این مبلغ هم باشه، بیش از 550 میلیارد دلار، 550 میلیارد دلار تنها در شب کریسمس خرج شده. برای چی خرج شده میدونید؟ درخت کریسمس و این آتشبازیایی که صورت گرفته. یعنی شما فکر کنید میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار رو مردم در اون شب چی کردن؟ آتشبازی کردن، یعنی دود کردنش در هوا، تموم شد رفت.
یکی از این ملاهای احمق منبری ما نمیاد در مورد کریسمس صحبت بکنه که ای جهانی که امروز دارید با مکه و با حج دارید مبارزه میکنید و توی احمق ملا هم رفتید دنبال روی اونا شدی. چرا در شب کریسمس مردم دارن از گرسنگی میمیرن در آفریقا، در سراسر جهان؟ شما بیش از 550 میلیارد دلار رو فقط سوزاندید، آتیش زدید. تنها در نیویورک، تنها در شهر نیویورک، در یک قسمت شهر نیویورک، در تایمز اسکوایر، در اونجا بیش از 6 میلیون دلار خرج آتشبازی شده در شب کریسمس. تنها در برج خلیفه در دبی بیش از 2 میلیون دلار فقط خرج آتشبازی در اونجا کردن مسیحی‌ها. تنها در بندر سیدنی در استرالیا در شب کریسمس فقط 2 میلیون دلار خرج آتشبازیش کردن در اونجا. تقریباً قیمت از اون مبلغی که خدمتون ذکر کردن، تنها قیمت این درخت کریسمس که درست میکنن، درخت بلوط مانندی از چراغانش میکنن، خلاصه حدود 200 میلیارد دلار فقط خرج این میشه در کل جهان. اینا همه تقریبی است، دقیق نیست، یعنی شاید 2 برابر 3 برابر این مبلغ باشه. یکی از این احمقا بلند نشدن بگن که آقا شب کریسمس این همه خرج میکنید، چرا همین رو به فقرای جهان کمک نمی کنید؟ حالا مثلا 30,000 نفر که از افغانستان برای ادای رکن اسلام رفتن، همه اینها آتش میگیرن که آقا چرا مردم به حج و عمره میرن؟ درست است، مثلا یک بار حج کردی، حج فرضی کردی، دیگه نرو، پولشو به فقرا و مستمندان کمک بکن. ما با این مخالف نیستیم، بلکه این بهتر است. یعنی کسی که یک بار حج فرضی کرده لازم نیست دیگه بره، پول اون رو به فقرا کمک بکنه، اجر و پاداش بیشتر میگیره. کسی یک بار عمره رفته دیگه لازم نیست هر سال عمره بره، پولی که اون سفری که میره عمره مثلا 1000-2000 دلار خرج میکنه اون رو به فقرا مستمندان بده. این کار نیکی است، کار پسندیده است، بلکه واجب است که این کار رو بکنه. اما نه، این حرف در لابلای این حرفا یک نوع بوی دشمنی با حرمین شریفه میاد. به خاطر چی؟ در اونجا عرب ها هستن، پولتان رو به عرب ها میدهید. دقیقا آقای صدیقی حرفایی رو میزنه که آخوندهای شیعه میگن، دقیقا همون حرف رو. حالا مد شده متاسفانه در افغانستان، مدتی از مد شده که هر کس هر چی میخواد بگه به نام عرب ها. من نمیخوام اینجا از عرب ها دفاع بکنم. من یک خدمت شما عزیزان 2 تا کلیپ هست. دوستان عزیز این رو اگر نشون بدن، این آقای صاحبی است، رقص موی دختران عرب. این عرب اینجا هست، این رو روش حرف دارم. این آقای صاحبی، نصرت صاحبی، یکی از دعوتگران جوان است، برنامه‌های خیلی جالب و خوبی هم داشته، بعضی از کلیپ‌هاشو من دیدم و دعا کردم الله سبحانه و تعالی امثال اینها رو زیاد بکنه. لکن گاهی اوقات همین دعوتگرای ما یک رو میان یک موج سواری انگار انجام میدن، یعنی میخوان برای جلب و جذب بیننده بیشتر یک سری کلمات و اصطلاحاتی رو استفاده بکنن که امروز بازارش گرمه، مردم، عموم مردم خریدار دارن، در بین عموم مردم خریدار داره این کلمات. رقص موی دختران عرب. خب کلیپ بعدی ایشون رو عنوانش رو نگاه بکنید. عرب‌ها به غزه کفن فرستادند. عنوان کلیپ رو این، عرب‌ها به غزه کفن فرستادند. مثلی که آقای صاحبی 200-300 تا مجاهد رو مسلح کرده فرستاده، عرب‌ها کفن فرستادن، کار بدی کردن. خب
من با آقای صاحبی، نصرت صاحبی، 2 کلمه حرف حساب. آقای صاحبی، امروز در غزه عرب جهاد میکنه یا پسر عمو و پسر خاله شما تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، ترکمن از افغانستان رفتن جهاد میکنن؟ این کسی که امروز داره در غزه جهاد میکنه عرب است. عرب، شوهر خواهر فلان و علان که نیست اونجا، عرب ها هستن دارن جهاد میکنن. همین عرب هایی که امروز آقای صدیقی و شما و امثال در بین دعوتگران، متاسفانه دعوتگران سوشال میدیای ما مد شده، بدگویی عرب ها مد شده به خاطر جذب بیننده بیشتر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دعوها فانها منتنه، این حرفا رو بگذارید کنار که از این حرفا بوی گند میاد. حرفای نجات پرستانه نزنید. یعنی چی عرب در فلسطین امروز عرب داره جهاد میکنه. امروز در مقابل اسرائیل عرب وایستاده. مگر مردم غزه عرب نیستن؟ مگر مردم فلسطین عرب نیستن؟ شما هستید، تاجیکا هستن، ازبکا هستن، ترکمنا هستن، ایرانی و افغانی و پاکستانی است. عرب ها هستن در اونجا دارن جهاد میکنن. در مقابل آمریکا در عراق کی ایستاد؟ عرب ها ایستادن. در مقابل ایران و آمریکا و روس و همه دشمنان اسلام در سوریه مگر شما ایستادید؟ عرب ها ایستادن. مسئله رو قومی نکنید. بگید حالا در فلان کشور این کار رو کردن. بگید دختران فلان کشور، امارات بگید. چرا کلمه عرب رو استفاده میکنید؟ چون الان مد شده، نه؟ هر دعوتگری که بخواد کلیپش بیننده بیشتری داشته باشه با بدگویی عرب ها شروع بکنه. این واقعا جهالت است، حماقت است. این از این گونه عناوین، از این گونه صحبت ها بوی تعفن نجات پرستی میاد. و همین آقای صاحبی در 20 سالی که اگر عرب ها به قول ایشون دخترانشون رقص مو انجام دادن، به وطنداران همزبان تو در بگرام، به مردهایی مثل تو، به قوم خیشت، قوم خیش به معنی دختر، به پسر خاله و پسر عمه نیست، یعنی به قوم تو، به تاجیک، به پشتون، به ازبک، از هر قومی که هستی، به وطندار تو، به همشهری تو در بگرام به مردانش آمریکایی‌ها تجاوز کردن. چنان تجاوز کرده بودن که سرحد همش رو به بیمارستان کشیده بود. آقای نصرت صاحبی یک کلیپ در این مورد پخش کرد. مثلا امروز آریانا سعید و سیتا قاسمی و صدها خواننده فاسقه و فاجره ما داریم. انقدر فاحشه تاجیک و ازبک و پشتون و هزاره و از هر قوم ما داریم. ما بیایم بگیم که مثلا رقص دختران تاجیک نسبت بدیم به یک قوم؟ نه، فاحشه در هر قوم هست، فاسق و فاجر در هر قوم هست، لوتی و رقاصه در هر قوم هست. نسبت دادن اینها به یک قوم این نجات پرستی است. همون چیزی که الله سبحانه و تعالی من کرده ما رو، رسول الله صلی الله علیه و سلم من کردن. ولا یسخر قوم من قوم. این مشکلی است که متاسفانه بعضی از این دعوتگران دارن که بعضی از قضایا رو نسبت میدن به یک قوم. من یقین دارم که نصفی از گوشت و چربی و پوست و خونی که در بدن آقای صاحبی است از خیرات و برکات عرب ها است. چه کسانی که در دوران هجرت بودن در پاکستان، چه کسانی که امروز در داخل افغانستان، همین دارالحفاظی که تو در اونجا قرآن حفظ کردی عرب ها کمک کردن، همون مدرسه‌ای که تو در اونجا درس دینی خواندی عرب ها کمک کردن، لباستون، کتابتون، مصحفتون همین مؤسسه‌های عربی بودن. کدام مؤسسه تاجیکستانی و ایرانی و نمیدونم اروپایی و آمریکایی که نکرده این چیزا رو. علمی که امروز داری تو از برکت همین عرب ها است. تو برو از استاداتتون بپرس چند تاشون از مدارسی که عرب ها کمک میکردن فارغ التحصیل شدن. چرا امروز 4 عمل فسق و فجوری رو که در یک کشور عربی صورت بگیره نسبت میدی به عرب ها؟ که انه اگر فردا یک مزاری، یک تاجیکی اگر فاحشه‌گری کرد، اگر یک لوتیگری کرد، من نسبت بدم به قوم مزار، به قوم تاجیک، به قوم شما. خب این انصاف نیست.
دوستان عزیز، دعوتگران گرامی دقت بکنن در انتخاب موضوعاتشون و عناوینشون. این یکی از مشکلات دیگری است که فعلا مد شده. شما حج نرو که شما به عربا کمک میکنی. الله سبحانه و تعالی امر کرده که حج بیت الله الحرام رو فرض کرده برای کسی که استطاعتش رو داره و ما امروز صدها و هزاران مشکل دیگری در جامعه داریم که اگر اونا حل بشه همه مشکلات اقتصادی اجتماعی ما حل میشه. چرا زوم کردن روی حج که شما حج نرید؟ از این لحظه به بعد دوستان عزیز شماره تلفن برنامه را زیرنویس میکنن. عزیزانی که چه از طریق واتساپ و چه از طریق تلفن مستقیم دوست دارن در برنامه شرکت بکنن، انشالله در خدمتشون هستیم. و اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. سلامت باشید، خسته نباشید. الله سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده. آمین. آمین. سلامت باشید. ممنونم. در مورد اینکه بحث شما درباره حج بیت الله الحرام است و خانه کعبه که برای ما مسلمانان یک نماد ارزشمنده، چون که ما همه مسلمانان در پیشگاه الله سبحانه و تعالی در یک جا جمع میشیم. بله. اونجاست که میتونیم توبه بکنیم، توبه نصوح، که الله سبحانه و تعالی ما را از گناهان پاک بکنه به لطف خودش. یعنی حج مقبولی که رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره کردن بهترین بله. واقعا موقف است برای انسان مؤمن و الله ترس. ولی در این ایام حج یک روزی وجود داره به نام روز عرفه. بله. یعنی روز نهم ماه ذوالحجه. درست. ببینید استاد، تقریبا 40 و چند سال است که یکی از امامان جمعه که واقعا از طرف این حکومت گماشته شده، یا اگر گماشته هم نشده امروز واقعا در رکاب این رژیم جنایتکار است. 40 و چند سال از این روز مهم رو از مسلمانانی که پشت سرش نماز میخونن گم کرده، زیرا که میگه من نظر خودم رو دارم و باید ماه رو رعایت کنم. در قضیه ماه رمضان نیست این امر رو انجام ده. بله. اینو نیز در موسم حج است. من میخوام از تریبون شما به ایشون بگم آیا امسال که شما در کشور عربستان هستی و مهمان بیت الله الحرام هستی و حج بیت الله الحرام رو انجام میدی، آیا باز در موقف خود هستی که رؤیت ماه ذوالحجه رو ببینی و روز عید قربان، عید بزرگ قربان را با همه مسلمانان برگزار بکنی، یا روز عید قربان را با ولی امر که علی خامنه‌ای جنایتکار رو انجام میدی؟ درست. واقعا یک درد بزرگ است که در کشور ما این چنین اشخاصی که واقعا فقط الله سبحانه و تعالی میدونه که پشت این چهرهشون چه نفاق و چه دورویی پنهان شده، این طور مسلمانان رو گول میزنن. تنها این نیست آقای انصاری عزیز. ببینید در قضیه این تجاوز رژیم شیعیان به بندر اسمش فراموش کردم، بندر کوهی بود یا بندر اون اسمش فراموش کردم. شما یاد دارید چند وقت قبل رفتن تو مسجد بندر، خلاص اسمش فراموش کردم ببخشید. درست. یکی از بنادر جنوب ایرانه. درست. رفتن تو مسجدش ندای به اصطلاح فرج امام موهومشون رو صدا زدن و به مردم تجاوز کردن، یعنی در مسجد شکستن. همون امامی که میاد مکه و مدینه رو خراب میکنه. بله امام موهوم یعنی همین دجال. درست. ببینید این رژیم به واسطه نیروهای خودش این کار انجام میده. یکی از نیروهای انتظامی است، سپاه است، بسیج است، خلاص سربازان گمنام امام موهوم است. ولی همین امام جمعه بعد میگرده در منبر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من خوشحالم از اینکه این رژیم جنایتکار تصمیم داره بنیاد نظامش رو مستحکم بکنه از طریق استخدام نیروهای بومی. درست. واقعا شما این حرف و نفاق نمیدونید؟ یعنی من از شما میپرسم آیا این حرف نفاق نیست؟
آیا این حرف به نفع این رژیم جنایتکار نیست؟ آیا واقعا من مسلمان نباید آرزو بکنم که تمام بدن این رژیم فرو بریزه؟ یا اینکه مثل در لباس یک انسان مسلمان بر منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیام به مردم بگم مردم من خیلی خوشحالم از اینکه این رژیم جنایتکار میاد نیروی بدنی استخدام خودش رو از شما بومیان انتخاب میکنه. این خدمت از این واقعا یا اینکه این آب ریختن در آسیاب دشمن جنایتکاری که واقعا به خون ما مسلمانان تشنه است، همین رژیم جنایتکار حاکم بر ایران. درست. یک نمونه دیگه من خدمتتون عرض میکنم که زیاد وقتتون رو نگیرم. یا اینکه مثلا یک رئیس جمهور یا حالا هر کسی منتخب میشه و مردم میگه مردم رو گمراه میکنه، فریب میده، میگه این رژیم داره به سوی اصلاحات میره، این رئیس جمهورش به قولاش داره عمل میکنه. آیا 46 ساله من و شما از این رژیم جنایتکار یک قدم مثبت به نفع ما مسلمانان یا به نفع خود مردم ایران دیدیم که برداشته شده باشه؟ والله که من ندیدم. یا اینکه مثلا حالا استانداری از اهل سنت انتخاب بشه، آیا شما باور ندارید هر کسی که گماشته شده یا قسم خورده به این رژیم یا به خود ولایت فقیه نباشه در این رژیم کاری نیست یا استخدام نمیشه؟ درست. یعنی منظور ببینید من این سخنان رو میگم برای اینکه واقعا وظیفه هم که شما گلایه کردید از شخصی که به هر صورت در کشور افغانستان گفته حالا مردم عرب‌ها کفن فرستادن برای مردم غزه. خب بالاخره کفن فرستادن، مردم لااقل میتونن از طریق این کفن مرده هاشون رو با کفن دفن بکنن. مثلا میگم خب حالا کردن انجام دادن، گرچه که خوبتر بهتر این که واقعا همه ما مسلمانان متحد بشیم بریم در اونجا جهاد بکنیم که خیلی خوبه. درست. شما که مثلا موضوع ایشون رو مطرح کردید، منم دوست داشتم و ممنون از شما که این فرصت رو دادید در اینجا به همه بگویم که واقعا پشت نقاب امامان جمعه گماشته شده چهره‌ای است که واقعا کاملا در خدمت این رژیم جنایتکار عمل میکنه. و الله سبحانه و تعالی ما مسلمانان رو از شر همچین انسان‌های محفوظ بداره. آمین. و همچنین از شر این رژیم جنایتکاری که در منطقه در خاورمیانه ایستاده و نظام استکباری در رأسشون کشور این جنایتکار آمریکا، دولت آمریکا و همچنین یهودیان و تمام امپریالیسم غرب و غیره، چین، روسیه حمایتش میکنن به خاطر اینکه واقعا از تربه و از کیسه این حکومت دارن میخورن. این کشور ایران خیلی ثروتمنده ولی چون که الان به دست نالایقا افتاده، به دست یک رژیم جنایتکار افتاده، همه میتونن از این سرمایه بهره ببرن، فقط مردم مظلوم ایران که واقعا نتونستن به واسطه جنایت این رژیم جنایتکار کشور افغانستان هم به فتنه افتاده، عراق هم به فتنه افتاده، سوریه هم به فتنه افتاده، لبنان و حتی فلسطین. خب الله سبحانه و تعالی به ما توفیق این رو بده که واقعا بتونیم ما مسلمانان خودمون قدرت در دست بگیریم و بتوانیم در برابر منافقا اولا و بعد جنایتکاران. وقتی که صلاح الدین ایوبی رفت با صلیبیون جنگ بکنه، اول رفت سراغ منافقانی که در مصر بودن، فاطمیون، اول اونا رو کوبید به لطف الله سبحانه و تعالی، بعد رفت سراغ صلیبیون و تونست قدس رو آزاد بکنه. سلامت باشید. الله متعال کنه. تشکر از شما. سلامت باشید. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. خواهش میکنم. استاد انصاری عزیز چند تا نکته درباره صحبتاتون بود، اگه اجازه بدین من میخواستم بگم خدمتتون. بفرمایید. اگر در رابطه با موضوع برنامه باشه بفرمایید. درباره همین صحبتایی که امروز فرمودید. درست، بفرمایید. استاد انصاری عزیز، اولا توی ایران حکومت دنبال این نیست که مردم نرن حج. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک بیزنس خیلی بزرگ انحصاری دست خودشونه، یه سازمانی هست حج، نمیدونم چیه، سازمان حج و زیارت. بله، هر کسی توی مملکت 90 میلیونی میخواد بره حج باید بیاد به قول معروف کامیشن و سهم اینا رو بده و اینا همیشه خیلی میبخشید یک نکته رو من به یادم اومد بگم، خیلی معذرت میخوام صداتون. من در مدینه دیدم همین افرادی که هتل‌ها رو میگیرن برای زائران ایرانی، افراد مخصوصی هستن که حالا مرتبط هستن با نظام و با دولت.
هتلی که مثلا کرایش در موسم حج اگر 1 میلیون باشه، این رو قرارداد میبندن 5 میلیون از دولت میگیرن، 5 میلیون، 1 میلیونشو میدن به صاحب هتل، 4 میلیونشو بین خودشون تقسیم میکنن. بله، و اگه شما نگاه کنید اینا با حکومت در ارتباط هستن، یعنی آدم شخصی نیستن، از خود دقیقا. حکومت هستن. دقیقا. و این پول به قول معروف بزرگی که همه ساله گیرشون میاد، اینا دنبال تخته کردن حج نیستن. حالا اصلا اعتقادی من کاری ندارم به خاطر اون گردش مالی. و جناب آقای انصاری عزیز، این آخوندی که این صحبت ها رو کرده در جهت این جنگ سردیه که حالا ایران با عربستان داره و اون کلکل به قول معروف حتی شیعه و سنی که اینا میخوان بگن اونا بدن، اونا میخوان بگن اینا بدن. من استنباط هم این نیست که برای تخته کردن حج باشه، به علت حداقل همون مسائل مالی که خودتون هم فرمودید. منتها جناب انصاری یه نکته دیگه که هست درباره صحبت‌های شما، ببینید الان شما فرمودید به عرب ها توهین نکنید، زشت و اینو، من موافقم، حرف شما درسته. منتها شما در سخنانتون همین امروز چند بار گفتین دختران ایرانی، دختران اصفهانی، فحشا، دختران شیرازی. خب اینو اگه میدونم به قول معروف سوء نیتی نبوده ها، اما همین قضیه رو باید اون برم بالاخره، چون 90% زنان هر جامعه ای پاکن. حالا فاحشه همه من اگر به یاد داشته باشید گفتم این کاری است که این آخوندها بعد از 40 سال با ملت شریف و نجیب ایران کردن. نه ببینید درسته، منتها وقتی شما میگین این کارو با ملت نظر پیش میاد که شاید این ببینید اینها توی شهری مثل تهران، حالا 10 میلیون 15 میلیون جمعیت یا همه جای دنیا یه خیابونایی هست که ببخشید فواحش در حال گشتنی هن. حالا ایران به علت حکومت بدی که داشته و فقری که به جامعه تحمیل کرده 100% دامن زده به این موضوع. اما همین فقط دوست داشتم بگم خواهشاً این هم همون جوری مثل عربا رعایت کنید. و جناب انصاری عزیز من، اگه ما بگیم غزه به یک سری عرب حمله شده، داره ظلم میشه و عرب‌های دیگه کمک اینو نمی‌کنن، این مصداق نجات پرستی نیست عزیز دلم. ما داریم میگیم در حمایت از دیگر اعراب برادران عرب باید حمایت کنن که نکردن. شما ببینید قضیه فلسطین قضیه عرب و عجم نیست، قضیه اسلام و کفر است. متوجه هستید؟ ما متاسفانه یکی از دسیسه‌های دشمنان اسلام این است که قضیه رو بیاریم برای ما چگونه جلوه بدن. قضیه انگار مال یک قومی است، مال عرب هاست، ربطی به مسلمان ها نداره، ربطی به بقیه نداره، در حالی که بر اساس اعتقاد شما و خیلی از همفکران شما و خیلی از انسان‌هایی که در اینجا هستن، قضیه انسانی است. یعنی فراتر از عرب و عجم و عظیم، قضیه انسانی است. همینایی که مثلا دلشون میسوزه که چرا حدود 3 میلیون گوسفند در یک روز در عربستان سعودی ذبح میشه، این خلاف حقوق حیوانات هست. همینا در طول یک سال بیش از 60-70 هزار انسان در غزه قتل عام شده، صداشون در نمیاد. چرا؟ چون که اونا عرب هستن. اگر یک زن آمریکایی در یک گوشه ای از دنیا یک خاری به پاش بخله، همه دنیا سر صدا نمی کنن، همه رسانه ها منعکس نمی کنن. ببینید جناب انصاری، خب این حرف شما دقیقا همون حرفیه که اون دوستمون انتقاد کرده. همه دنیا تظاهرات کردن، بابا تو امریکا تمام دانشگاه ها بند اومد، خیابونای لس آنجلس و نیویورک تو وسط اتوبان، ولی کشورهای عربی اصلا صدا ازشون بلند نشد. انصاری جان تو ببین جلوی ترامپ دوست عزیز، ببینید من میخوام یک لحظه دوست عزیز، الان عرب ها اکثریتشون یعنی مغلوب علی امرهم، یعنی اونا توسط یک سری حکومت هایی که بر اونها حاکم هستن هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. امروز حمایت رژیم اسرائیل رو خیلی از همین کشورهایی که دور و بر اسرائیل هستن دارن انجام میدن. مثل ایران که رفته بود اونجا حزب اللهی رو درست کرده بود که فقط امنیت شمال اسرائیل رو بگیره، به خاطر اینکه کسی از این طرف وارد اسرائیل نشه. ببینید دوست عزیز، من وقتی که میگم طرف میاد به جای اینکه قضیه رو قضیه عرب و عجم بکنه، امروز آن کسی که در فلسطین داره کشته میشه عرب است، آن کسی که داره در مقابل اسرائیل میجنگه عرب است،
و یک عرب بی غیرت دیگری هم هست که زنها و دختراشو میاره جلوی مردم میرقصانه. الان شما به جای اینکه این رو بیایید بگید که این عرب ها این کار رو میکنن، بیا اسم کشورشو بگو، بیا اسم رئیس جمهورشو بگو، بیا اسم کسی که این کار رو انجام میده بگو. مثلا مثل من در این برنامه شما را انتقاد کردید، اما ملت ایران رو گفتم ملت شریف و نجیب ایران رو آخوندها به این حال رساندن. اینها سبب شدن که بیش از به اصطلاح 30% جامعه، 20% جامعه با فقر شدید زندگی بکنه که حاضر بشه به خاطر شیر خوش که بچهش بره تنفروشی بکنه. بله نه درست میفرمایید، من قبول دارم. منتها میگم ملت ایران بازم اینجوری نشدن، یه عده‌ای متاسفانه. منتها انصاری جان ببین آخه شما یه چیزی رو در نظر بگیر، ما میگیم وقتی عربا منظورمون جامعه نیست، 100%، حالا بگیم 90% مردم کشورهای عرب دلشون با فلسطینه، من قبول دارم. خب الان شما خودتون اساسیت نشون دادید. ببینید شما خودتون اساسیت نشون دادید که وقتی که من گفتم دختران ایرانی رو بردن مثلا در دبی یا در جا دارن به اصطلاح مجبور میکنن به فحشا و به این چیزا، شما خودتون اینجا حساسیت نشون دادید. چرا؟ منظور من همه دختران نجیب و شریف ایران که نبود. منظور من عده‌ای بود که به خاطر فقر و بدبختی از ایران فرار کردن، مجبور شدن برن در دبی مثلا فاحشه‌گری بکنن. دقیقاً حرف منم همین است. یعنی ما وقتی که می‌خوایم ما منظور مردم عرب رو نمی‌گیم. حرف شما صحیح هست، دولت‌های عربی، ولی دولت‌های عربی آقای انصاری یعنی دیگه خیانتی که دارن به ملت فلسطین می‌کنن، همه دارن خیانت می‌کنن. ایران خیانت نکرد. ایران در این 40 سال خیانت نکرد. در این 40 سال همه مسلمانان دنیا رو فریب داد که آقا یک حزب اللهی هست، جبهه مقاومتی هست، تنها گروهی است که در مقابل اسرائیل وایستاده. تعاطف و همدردی همه مسلمان ها رو جلب این گروه کردن. در آخرش هم موقعی که سر میز مذاکره نشستن، اولین کاری که کردن این گروه رو فروختن. تموم شد رفت. ببینید انصاری جان، من به قول معروف موافق حکومت ایران نیستم، ولی من به نظر خودم میخوام حق رو بگم. حکومت ایران اولا بدون اجازه مردم ایران حق نداشت $1 خرج کنه، ولی زندگی مردم ایران رو برد اونجا خرج کرد. اما آقای انصاری، حزب الله لبنان سر اسرائیل به این رفتی که بابا اون نصرالله 80 تن پول ریختن سرش. اون 30 سال رهبر بود، اون به خاطر در اون 30 سال چی کار کرد؟ هیچ کار بهتون بگم اینا تو گروه های تروریستی هستن. من اصلا تو کشوری زندگی میکنم که این گروه ها تروریستی هستن و منم به قول معروف خارج از این نیستم. هم حماس از نظر من تروریستیه، هم حزب الله تروریستیه. اما اینی که خب نظر شماست، اما نظرتون اشتباه هست. شما حزب الله رو بگید گروه تروریستی، اوکی 100% موافقم با شما. حزب الله گروه تروریستی است. چرا؟ ایران اومده از اون طرف از هزارها کیلومتر راه دور یک گروه نیابتی تأسیس کرده اونجا به خاطر منافع خودش. حالا منافع ایران نه، منافع یک گروهی که بر ایران حاکم هستن. کارشون غیر از کشتن، شکنجه کردن، زندان کردن، یعنی بدبخت کردن مردم، چیز دیگری نیست. اما چطور شما میگید که حماس یک گروه تروریستی است؟ یعنی مردمی که از خاکشون، از کشورشون دفاع میکنن تروریستن؟ نه استاد انصاری عزیز، این موضوع اسرائیل و فلسطین، ببین من آدم بی‌طرفم، به قول حافظ فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. من آدم سکولارم در سیاست. از نظر من حماس اون کاری که 7 اکتبر کرد تروریست بود. آقای انصاری شما کاری که قبل از 7 اکتبر کاری که قبل از 7 اکتبر اسرائیل کرد اون چی بود؟ تروریستی نبود؟ اصلا انصاری جان، نتانیاهو که اصلا تروریست بحثی توش نیست. هر کی بگه نه اون وقت استاندارد دوگانه داره، باید به انصاف شک کنی. اگه مردم ایران هم میبینی حمایت میکنن، اینا دیگه انقدر ظلم دیدن سر لج افتادن، منطقشون از بین رفته. من میگم اسرائیل ظلم کرده، نتانیاهو هم این کاری که تو غزه کرده تا دنیاست نمیشه پاک کرد. قبل از 7 اکتبر رو دارم صحبت میکنم. مثلا ببینید من به شما بگم، رمضان سال 2011، رمضان سال 2012، رمضان سال 2013، هر سال در ماه رمضان اسرائیل
بر غزه حمله میکرد یا نمیکرد؟ هزاران نفر انسان بیگناه رو میکشت یا نمیکشت؟ مگر اون موقع 7 اکتبر رخ داده بود؟ ببینید آقای انصاری، من نمیخوام از اسرائیل دفاع کنم، ولی من میخوام من تاریخ رو علاقه‌مند به پژوهش بودم، اینجوری بگم علاقه‌مند به مطالعه تاریخ، سیاست، جغرافیا علاقه‌مند بودم. چیزی که فهمیدم اینه که آقای انصاری عزیز، اسرائیل ظلم کرده به اینا، هنوزم داره میکنه، زمینای اینا رو هم گرفته. اما آقای انصاری عزیز، ما اگه بخوایم همه چی رو دینی و مذهبی، ببین از نظر تاریخی نه دین و مذهب رو بگذار کنار، دین و مذهب رو بگذار کنار، اصلا ملی صحبت کنید، قومی صحبت کنید، نژادی صحبت بکنید، انسانی صحبت بکنید، همین لیبرالیسم و دموکراسی و نمیدونم فلانی که شما بهش اعتقاد دارید بر همین اساس بررسی بکنید. من سکولاریسم اعتقاد دارم. آقا سکولاریسم، بر اساس سکولاریسم بررسی بکنید. عمر پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های فلسطینی از عمر این دولت دستشانده انگلیس که به اسم اسرائیل هست بیشتره. یعنی ما مثلا در 100 سال پیش چیزی به اسم اسرائیلی وجود نداشت در اینجا. این سرزمین این مردم است، سرزمین همین عرب‌های فلسطینی است در اونجا، جدا از این که مسلمان باشن یا مسیحی باشن یا هر کسی که باشن. یک عده یهودی میان از سراسر دنیا در اونجا دورم جمع میشن، بعد از اون با کمک بریتانیا بعد از وعد بلفور میان یک حکومتی تشکیل میدن و اسمش هم میذارن اسرائیل و این مردم رو به زور از اونجا بیرون میکنن، قتل عام میکنن. 70-80 سال است که اینا آواره در بدر در کشورهای همسایه. یعنی این در کجای این ایدئولوژی که شما دارید جا داره؟ ببینید استاد انصاری عزیز، من حرفی که زدین رو 90% تایید میکنم. منتها ببین، من به عنوان یک آدمی که تعصب ندارم میخوام چیزی که فهمیدم رو به شما بگم. یهودی بله، دولت صهیونیست رو منم قبول ندارم، جنایتکاران قبول دارم. منتها یه موضوع آقای انصاری، چند تا نکته به قول معروف باریک در این مورد هست. یک، یهودی قدیمی ترین ساکن اون منطقه هست. حالا من فقط جمله‌مو باید ادامه بدم و این معنیش این نیست که بیاد اگه اونجوری باشه ایران هم 3000 سال پیش کل جهان دستش بوده الان باید بره بگه مال منه. نمیشه. اما میخوام بگم یک، یهودی ساکن باستانی اون منطقه هست، تو قرآن هم اومده، تو انجیل هم اومده، تو تورات هم اومده. تو اون زمان نه، یهودی‌ها ساکن باستانی مصر هستن، نه فلسطین. نه اجازه بفرمایید. نه دیگه در قرآن و در انجیل در قرآن شما بهتر از من میدونید چقدر سابقه یهودی. حالا ببینید برادر عزیز، آنچه که در تورات و انجیل و قرآن ذکر شده این است که بنی اسرائیل در مصر زندگی می‌کردند، بعد از ظلم فرعون به صحرای سینا رفتن، در اونجا خداوند به اونها غذای آماده میفرستاد، ناشکری کردن، گفتن که آقا ما پیاز میخوایم، ما نمیدونم سیب زمینی میخوایم، ما این میخوایم اون میخوایم. بعد گفت برید گم شید در جایی که میخواید برید. رفتن در همین سرزمین ها پراکنده شدن. یعنی هیچ وطن مستقلی که در یهودی‌ها رفته باشن ساکن شدن بعد از قضیه صحرای سینا پراکنده شدنشون در همه دنیا پراکنده شدن. امروز میگن که حتی یکی از شاخه‌های قبیله یهود در افغانستان رفتن، در اونجا گم شدن. یعنی سرزمین فلسطین سرزمین باستانی یهود، این نه با دین جور میاد نه با تاریخ نه با من اینو فقط یه فرصت خیلی کوتاه، من اینو باید کامل بگم تا ببینید اینجوری از توش بکشیم بیرون تناقض میشه. من میخوام اینو بگم، همون زمان به قول شما از مصر که رفتن ساکنین اون منطقه یهودی‌ها بودن، بعدها حضرت عیسی در اون منطقه متولد شدن، یه عده از همون یهودی‌ها مسیحی شدن و بعدها که اسلام وارد شد یه عده از همون یهودی‌ها و مسیحی‌ها مسلمان شدن و یه عده مسلمان هم که به اونجا رفتن. حالا به قول معروف نکته من چیه؟ نکته من اینه که روزی که یهودی‌ها از همه دنیا هجوم آوردن به فلسطین، همین 70-80 سال پیش که منم میگم کار غلطی بوده، همون زمان یهودی اونجا زندگی میکرده، مسلمان هم زندگی میکرده. پس این قضیه‌ای که حماس میگه اینا باید از بین برن، اسرائیل، ببین آقای انصاری، اسرائیل رو شما میتونید بگی نمیگه از بین برن. در کجا گفته از بین برن؟ زمینای مردم رو باید پس بده. در کجا گفته از بین برن؟ نیست، باید پولش
حماس در کجا حماس در کجا گفته که یهودی‌ها باید از بین برن؟ ببینید من توی یک برنامه توی BBC دیدم یه آقای اومد حالا پیمان نامه میگن هر چی که هستش به فارسی میگن میثاقنامه حماس رو خوند. بله. از بین بردن دولت صهیونیستی است. من خوندم اون میثاق. از بین بردن دولت صهیونیستی است، نه از بین بردن یهود. میگه آقا شما از هر جایی که اومدید، میگه آقا شما از هر کشوری که اومدید برگردید به همون کشور، این دولت باید از بین بره. خب انصاری جان این دولت از بین بره، این دولت همون صهیونیست یعنی اسرائیل. ما تعارف نداریم. خب پس ببینید الان یک چیزی به شما بگم. یک چیزی به شما بگم. آمریکا اومد به نام دموکراسی دولت امارت اسلامی یا همون طالبان اول رو از بین برد. کار خوبی کرد یا کار بد کرد؟ آقای انصاری از نظر من کار خوبی کرد. تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم از شما. یعنی اگر آمریکا بیاد بگه که فلان دولت در فلان گوشه دنیا باید از بین بره، کار خیلی خوبیه. اما اگر حماس بیاد بگه دولت صهیونیستی از بین بره، این شد کار تروریستی. آقای انصاری اجازه بده. قربان شوم خدا را یک بام و دو هوا را. نه اجازه بدید آقای انصاری. بهت گفتم ببین قانونی وقتی یک کشور سازمان ملل پذیر منتها باید زمینای مردم رو پس بده. کدوم سازمان ملل بابا جان؟ کدوم سازمان ملل؟ 5 کشور اومدن اونجا سازمان ملل رو بابا 5 کشور بابا 5 کشور اونجا اومدن. گوش کنید 5 کشور اونجا اومدن، همین 5 کشوری که اسرائیل رو به وجود آوردن اومدن اونجا. تقدیر همه بشریت دست این 5 کشور است. خدا 1000 مرتبه لعنت بکنه این سازمان ملل رو، توف به این سازمان ملل و به منشور سازمان ملل و به اون کسایی که سازمان ملل رو تأسیس کردن. ول کنید شما رو خدا. یه شما حداقل یک بله. ولی شما در نظر بگید در مرزهای 1967 99% کشورهای دنیا رأی دادن که اینجا پذیرفته شده. 1967 که 1967 اگه اسرائیل از دلم قبول کنه، شما رو نقشه نگاه کنی باید 70% اراضیشو الان بده، نصف قدس هم بده. میخوام اینو بگم فلسطینی‌ها بهشون ظلم شده، دارن برای حقشون میجنگن، اما اون خشونت 7 اکتبر خشونت قبل از 7 اکتبر هم بگید. خشونت 7 اکتبر رو بگید. کدوم قانونی؟ اصلا یک وجب خاک فلسطین قانونا مال اسرائیل نیست. کدوم قانون؟ آقای انصاری عزیز 1947 چی شد پس؟ 1947 چی شد؟ 1947 چی شد؟ ببین آقای انصاری وقتی که کشورها اومدن شکست خوردن، ببین الان تو ایران ما آذربایجان، ارمنستان، داغستان ازمون به زور گرفتن. یعنی شما اینو میفرمایید برادر عزیز، اینو میفرمایید که فردا مثلا گوش کنید، فردا مثلا ترک ها، افغان ها، ازبک ها بیان ایران رو اشغال بکنن، بعد بگن آقا این سرزمین اسمش رو عوض میکنیم میذاریم خرابستان، بعد سازمان ملل هم تایید بکنه، بیش از 90% هم رأی بدن. خب اگر این کارو بکنن به نظر شما کار خوبیه؟ کار خوبی نیست ولی برای شما کار خوبی نیست. برای ایران کار خوبی نیست، اما برای فلسطین کار خوبیه؟ نه برای فلسطین هم کار خوبی نیست. ولی امروز کی میاد به من ایرانی بگه آقا حق تو گرفتن، خاک تو گرفتن، بیا بریم پس بگیریم؟ ایرانی خرمشهر رو گرفتن، وایساد پس گرفت. شما نگاه کن کشورهای عربی جنگیدن، خوبم جنگیدن. اون زمانی که اسرائیل هنوز به بمب اتم دست پیدا نکرده بود، اینا به خودشون جرأت دادن جنگیدن و به خاطر حمایت آمریکا شکست خوردن. شکست در جنگ انصاری جان غیر عادلانه است، غیر منصفانه است، غیر انسانیه، غیر شرعیه. ولی جغرافی و قانون جهان بی‌تعارفت بگم قانون جنگل، همه باید خودشونو قوی کنن. خوبه، تشکر از شما. همین حرف من. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. متاسفانه زدن. تشکر از شما. دولت‌های عربی رو ببین کاملا قید فلسطین رو زدن. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلامت بشید. بفرمایید. من الان داشتم صحبت شما با امیرعلی رو گوش میدادم. واقعیتش من یه چیزی هم بگم. ببینید اصلا بحث این نیست که طرف بخواد از اونجا بره یا نره، اصلا باشن مشکلی نیست، ولی اصلا بحث عمده‌ای که الان کل کشورهای اسلامی دارن میکنن این که میگن آقا این آواره ها برگردن. یعنی شما حساب بکنید نزدیک 12 میلیون نفر آدمن، تو خود خاکشون هم نزدیک 4-5 میلیون آدم میشن. این شما در نظر بگیرید 20 میلیون فلسطینی هن. خب اینا باشن، از اون ور قصه بحث سر اینه، کل ماجرا اینه که خود اون یهودیان باشن، حالا بیان در واقع صندوق بیارن رأی بدن مثل قبل، همون طوری که قبلا هم یهودیا بودن، مسیحا بودن، مسلمونا بودن، در کنار هم داشتن زندگی میکردن. ولی موضوع اینه که اینا رو کوچ دادن، 10-15 میلیون نفر آدم رو آواره کردن سر این که نتونن اون صندوق رأی بتونه مثلا تعداد آرا بتونه مثلا یه جوری به قول شمالیا باش بشه بهشون، یعنی یه جوری مثلا دست بالاتر رو مثلا مسلمین بگیرن. موضوع اینه بیشتر که حالا همین قدرش هم الان باز دوباره تو طرحن که دوره 500-600 هزار نفر رو باز دوباره فراری بدن. درست. موضوع اصلی بیشتر اینه، اگه اونا برگردن قطعا موضوع فرق میکنه دیگه. تشکر میکنم از شما. به هر حال متشکرم. زنده باشید دارشم. تشکر از شما. دقیقاً یکی از مشکلات برگرداندن این کسانی است که بعد از سال 47 سال 68 مهاجر شدن به کشورهای مختلف. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. بخیر استاد انصاری، من خیلی وقت شما رو میشناسم ولی اولین بار تماس میگیرم از موقعی که جوانتر بودی، حتی صورتت هم عوض شده چون چند سال. شما عوض نشدید؟ بله بیننده عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. الو آقا برنامه با آقا بحث نکنی، خودش اسرائیلیه، خود باشه تشکر میکنم از شما. زنده باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، حسنا باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. استاد من با حرفای این بیننده قبلی که تماس گرفت موافق نیستم. درست. حماس از کشور خودش دفاع میکنه. درست. یهود تا زمانی که پیرو حضرت موسی بودند کارشون درست بود، ولی قرآن میگوید که قدس از مسلمانان، مال مسلمانانه. اگر این آقا خودش سکولار معرفی میکنه، این حرفای خودش هم نیست، حرفای شهرام همایونه. از اونجا میره یاد میگیره، میاد تو این شبکه همون آقا این توتی دوباره بیان میکنه. قرآن میگه که قدس مال مسلمانانه. حالا اسرائیل حمله کرده گرفته کشور مسلمانان رو، از خودشون دفاع کنن تروریست میشن. استاد در هند قبل از اینکه گاندی بیاد کشورهای غربی اونجا حکومت میکردن، کشور رو به دستشون گرفته بودن. خیلی ها برای از دفاع کردن از کشورشون جنگیدن. همین آمریکایی ها که کشور دیگران رو تصاحب کرده بودن به اونا میگفتن تروریست. اینا تروریستن، اینا قاتلن. درست کاملا. اما ما ببینیم تروریست از نظر کی؟ از نظر کسی که ظلم داره میکنه، تجاوز کرده به دیگه کشوری، یا از نظر این آقایونی که بیرون نشستن؟ برای خود مردم الان حماس برای خود فلسطینی ها یه قهرمانه، ولی این که چون که حماس اهل سنته، این فکر میکنه که ایران، پول ایران اونجا خرج شده، حماس به وجودی اومده، این بغض حماس رو تو دل داره، تو که میگه پول ایران اونجا خرج شده. درست. استاد بله بفهم. این علی آقا
حتی با ابوبکر و عمر هم دشمنی داره که حتی قرآن اونا رو تایید کرده، پیامبر خدا اونا رو تایید کرده. برای چی بغض اونا رو داره؟ چون که عمر اومد ایران فتح کرد. اگر علی حکومت دست علی می بود، آیا ایرانیان این خسرو پرویز و اینایی که ظلم میکردن، زرتشتی ها، موبدان، دو دستی کشور به حضرت علی تحویل میدادن؟ اگر علی هم اول می بود مجبور بود که با اینا بجنگه، چون که اینا حتی دشمنی با پیامبر داشتن، نامه پیامبر رو پاره کرده بودن، 2 نفر فرستاده بودن که پیامبر رو بکشن. این آقا حتی به ایرانیان هم داره ظلم میکنه، طرفدار موبدان زرتشتی هست، حتی به مسلمانان که در فلسطین هم هستن با این حرفاش داره ظلم میکنه. درست. تشکر از شما برادر، زنده باشید. تشکر از شما. ببینید یک وقتی مشرکین مکه بت‌هایی داشتن، برای این بت‌هاشون یک سری یعنی ممیزاتی قائل بودن، این بت‌ها این ویژگی‌ها رو دارن، فلان دارن. از این بت‌ها برای خودشون یک دین درست کرده بودن. پیروان نظام‌های دموکراسی و لیبرالیسم و نمیدونم فلان، اینها هم این بت‌هایی که درست کردن به نام لیبرالیسم و نمیدونم دموکراسی و فلان و اینا، این بت‌ها رو برای اینها یک سری ویژگی‌های خاصی دارن، مثلا یک سری تعریفات خاصی دارن برای این نظام‌ها، تا وقتی که به نفع خودشون باشه. تا وقتی که به نفع خودشون باشه این بت قائم است و یک شی مقدس هست، باید این پرستیده بشه. به مجرد این که منافعشون در خطر شد، مثل که مشرکین مکه گرسنه می شدن، قحطی می اومد، بعد می رفتن اون بتی رو که درست کرده بودن، بعضی این بت‌ها رو از خرما رو با آرد قاطی می کردن، با روغن ازش بت درست می کردن. موقعی که قحطی می اومد یا گرسنه می شدن، می رفتن خب جناب خدای بزرگوار اجازه بدهید ما گرسنه کمی از شما بخوریم، گوشه‌ای از بدن این بت رو می کندن و می خوردن. این لیبرال ها و این طرفدار نظام های دموکراسی و فلان، اینا هم اینطوری هن. این نظام مقدسی برای خودشون درست میکنن، هر موقعی که احساس خطر کردن، گرسنه شدن، میگیرن اینو میخورن. مثلا اگر مسئله خودشون باشه، از این خدایی است این دموکراسی، باید همه به این سجده بکنن. اما مسئله مسلمان ها که شد، خلاص نه خدایی وجود داره، نه دموکراسی وجود داره، نه لیبرالیسم وجود داره، هیچی وجود نداره. دقیقاً همون صفات مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله، بت پرستان مکه رو دارن اینا. اگر یک آمریکایی اگر خاری به پای او بخلد، حقوق بشر هست، اما اگر 60-70 هزار مسلمان قتل عام بشه در غزه، حقوق بشری وجود ندارد. کجا شد این بت حقوق بشر؟ خوردن این بت رو، نوش جان کردن، آثاری ازش نگذاشتن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. والا استاد تقریبا همین 2 هفته قبل من نمیدونستم، من لایو رو نمیتونستم ببینم یا شما نمیومدین لایو، یه جورایی گم کرده بودم. نه من نبودم 2 هفته تقریبا. خیلی خوب، انشالله که حتما سرها رو بهش سلامت زنده باشید. من فقط تماشا میکردم، بعد اومدم گفتم تماس بگیرم. من موندم از کجا شروع کنم واقعا، از رافضیان، از این آخوندا. در مورد آخوندا یه چیز جالب بگم، من امروز تقریبا 10 تا پست دیدم استاد بزرگوار در مورد ایشون و ویدیوشون و دستگیریشون. حتی یه سری ایرانی‌ها طرفدار سپاسگزاری کرده بودن، یعنی خیلی هاشون آرزو داشتن میگفتن اعدام کنیم اینو. به والله قسم من گفتم چه بلایی بر سر مردم آوردی. درست. چه بلایی آورد که مردم نه تنها از شما کلا از دین فراری شدن. درست، دقیقاً. جدا از مسئله امام زمان که بذاریمش، این فکر کنم یه جلاد قاتل به قول ما، یک آدم کشه دیگه، چیزی که شما گفتین. بس فلسطین و غزه و اینا موند که یک آقای اومد خیلی حرف زد، کلا خستم که همونجا کامنت هم گذاشتم که استاد بنداز دینو پایین، چی میگه اصلا. من این قولی خیلی کوتاه از چی بود، همین علمای فلسطینی بود تو ترکیه فکر کنم، اینو گفته بود، گفت که این همه کشته و شهید و زخمی و بیجا شده اگه نتونه ملت مسلمان رو بیدار کنه، مثل شما یا صدها تا از شما برتر بیاد، این ملت رو نمیتونه مسلمان کنه. یعنی خودش گفته بود مثل من که اصلا نمیتونم بیدار کنم. درست. من هفته قبل تو مسجد نماز جمعه بود استاد،
بعد این مولوی ما میگفت که خدا نابود کنه یهود و خدا نابود کنه مسیح. من یک بار گفتم اگه این منبر رو بدن به من میگم خدا نابود کنه این مسلمانا رو. به والله قسم ما چی شدیم؟ از کجا به کجا رسیدیم؟ درست. والله خیلی بعضی وقت بزرگوار دل آدم درد میکنه. وقتی یکی میاد عرب، همین نفره که گفتین عرب و اینا میگن، تو وقتی موقعی که عرب میگی خب همشون دیگه جمع قرار داری، پیامبرم جز این عرب میشه یا نه؟ تو از برکت کی به اینجا رسیدی؟ ببین واقعا دل آدم بعضی وقت خیلی ناراحت میشه استاد بزرگوار که یک چنین عکس العمل های یک چنین چیزایی یک همچین چیزایی میبینه. درست. واقعا خیلی ناراحت کننده است بزرگوار که این همه شهید و بیجا شده و زخمی شده که نتونه انسانیت رو، انسانها رو بیدار کنه و مسلمان‌ها رو بیدار کنه. دیگه 100 تا عالم دیگه مثل استاد انصاری باشه یا برتر باشه، هر جوری نمیتونیم ملت مسلمان کنیم. ما باید خودمون با عقل خودمون تصمیم بگیریم بالاخره یه چیزایی رو. درست، کاملا درست میفرمایید. تشکر شما برادر است. همینا رو می‌خواستم بگم و خیلی خوشحال شدم دوباره صدای قشنگتون رو شنیدم. سلامت خدا به شما جزای خیر نصیب کنه و در حفظ و پناه الله متعال باشه و ما را از دعایتون فراموش نکنید. الله متعال حفظتون کنه. زنده و سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. الو سلام علیکم آقای انصاریان. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. عباس هم هدایت شده از مشهد. خوبتون آقای انصاریان؟ سلامت باشید عباس آقا. الله متعال حفظتون بکنه. سلامت باشید. سلامت باشید آقای انصاریان. یه آقایی که الان زنگ زد تاریخ صحبت می‌کرد آقای انصاریان تو چند تا برنامه قبلیتون اومد زنگ زد از شاه اسماعیل صفوی دفاع می‌کرد. میگفت شما به این نگاه کنید شاه اسماعیل صفوی چی بناهایی ساخته، از شاه اسماعیل صفوی میامد دفاع می‌کرد. باز الان که دل به حال فلسطین سوخته. بابا تو حرفات همش تناقض، اول حرفات درست کن بعد بیان بشین صحبت کن. یعنی برای شاه اسماعیل از صفوی دفاع می‌کنی، یعنی مثلا دیگه دلم به حال فلسطین سوخته. آخه ما نفهمیم تو کدوم بریه. فقط بخواد همین حرف رو بی آقا برسونم. آقا سلامت باشید. ان شاءالله به خداوند پشت پناهتون باشه. یا الله مدد آقا. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ شما. واقعا آقای محمدی بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید، شما رو خط هستید. دوستان عزیز که تماستون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. آقای حیدری بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، ما ابراهیم هستم از افغانستان، از منطقه پهمان همراهتان صحبت میکنم. خیلی علاقمند بودم که همراهتان هم کلام شوم. سلامت باشید آقای ابراهیم عزیز بفرمایید. در مورد از اینکه شما در رابطه از این مذهب باطل مبارزه میکنین، اجرتان حتما پیش خدا محفوظ است انشاءالله. و اینکه شما مردم راهنمایی میکنه و از این به حساب چرندی از که اینا اعتقاد دارن و اونا را آگاه میکنین، خیلی زیاد ممنون هستم. خدا هم شما را اجر دارای نصیب کنه. سلامت باشید. زنده باشید. آمدیم در مورد از این موضوعی که قبلا دوست ما زنگ زده بود برای شما. ما در دین اسلام نمیتونیم مقایسه کنیم عمل کرده را با یکی دیگه. یعنی چی مانا؟ دین اسلام برای خود یک راه مبارزه مشخصه برای ما نشان داده. درست. و از اون نمیتونیم عدول کنیم. به ارتباط مبارزه مردم فلسطین، تمام جهان اسلام توجه هستند که مردم فلسطین به خاطر ظلم اسرائیل مبارزه میکنن و مبارزهشان بر حق است. هیچ کس منکر ازی شده نمیتونه. اینکه جهان اسلام یا دیگه دنیا چه رقم برخورد میکنه و برخورد خودشان است که جواب به زور پیش خداوند حتما جز محشر دادنی هستند. درست. اما آمدیم این که حماس به اساس جنگ نیابتی خامنه‌ای و دارالدستش بله
یک جنگ نیابتی را برای انداخت، یعنی در مقابل از اینکه بتانه مبارزه خود دوام بده از کمک یک نیرویی که او خودش ضد از اینا است، یعنی خود از او از بین برنده اهداف ازی است. درست. پس نمیشه که یک نیروی باطل آدم دست خود یکی کنه تا بر حق برسه. درست. یک مشکل حماسمی است. درست. مشکل دومش هم است که وقتی که ما مبارزه میکنیم باید پیرو خط پیامبر باشه. دقیقاً. پیامبر هیچ وقت از در مبارزه خود یعنی تعدی نکرده، ظلم نکرده، یک حالت رعب و وحشت ایجاد نکرده. یک حالت مبارزه را پیش برده که طرف متقاعد به این کرده که بفهمانه که دین اسلام دین عدالت است، نه دین وحشت. به این خاطر باز بعضی وقتا که بعضی دوستا این موضوع را مطرح میکنه مجبور میشیم که حقانیت مبارزه را قبول کنیم، اما حقانیت ازی که به نیابت ایران، به نیابت خامنه‌ای و دارالدستش این مبارزه پیش میره و این ملت 2 میلیونی را به خاطر یک هدف بسیار ضعیف دمی روزی که اینا حمله کردن و در مقابلش 2 میلیون نفوس غزه به خاک خون کشیده میشه، این یک مبارزه غیر عادلانه است که اسلامی را نفی میکنه. به این خاطر باید، حالا شما جهاد افغانستان هم داشتیم، درست است که اینا به نام اسلام، به نام احزاب اسلامی جهاد کردن. من خودم از بغمان هستم، استاد صاحب شما میشناسین، به حساب دیگر رهبرها را میشناسین. اینا به نام اسلام مبارزه کردن، اما چون اونمون خطی که باید از پیامبر پیروی میکردن در پیشبرد امورات جهاد نکردن و بعد از اینکه به پیروزی رسیدن فقط هوای نفس برشان غالب شد که همین هم در اکثر جاها که مبارزه میکنن همین هوای نفسشان غالب است، پس به نتیجه از به یک نتیجه میرسن که او خاص خداوند نیست. به خاطر از این نیست که او را تاکید نکردن. دیگه بعضی وقتا که بعضی دوستا همچون صحبت ها را میکنن باز ما تحقیق نکنیم، مقایسه نکنیم. او مثلا شما یک مثال زدن که در ماه رمضان قبل از مسئله اکتبر که حمله حماس بالای اسرائیل شد، خب یا به حساب قبل از او بله اسرائیل ظلمای زیادی بالای ملت فلسطین کرده. درست. تشکر از شما برادر عزیز. اگر یک جمع‌بندی کلی بکنید چون وقت برنامه به پایان رسیده کلا. تشکر از شما. تشکر، سلامت باشید. خب هدف من این است که هر گروه نیابتی که در دنیا مبارزه میکنه و به خاطر منصب، مقام، پول و به حساب احراز شخصیت خود با او مبارزه ادامه میده، او نمیتونیم یک جهاد مقدس گفت. درست. تشکرش. بعضی وقتا همین نیروها اگه همچون مشکلات را ایجاد میکنن باز با مقایسه نکنیم همراه از که فلان کار بدی که شده بود همین گروه اگه همین کاری را در مقابل از او انجام دادن این کار بر حق است، چون خط اسلام در موضوع جهاد و مبارزه مشخص است. تشکر از شما. زنده باشید برادر عزیز. الله متعال سن کن. خیلی ممنون. سلامت باشید. تشکر از تک تک شما عزیزان. تا فرصت دیگر که باز هم با آن روزی که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني